با عرض ادب و احترام به یکایک شما سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، اگر شما صدای مرا میشنوید و سیمای مرا هم میبینید، از یکایک شما خواهش میکنم که در چت یوتیوبی بنویسید تا من بفهمم که شما مرا میشنوید و میبینید. برنامه را آغاز میکنیم. خواهش میکنم کسانی که حالا مرا میشنوید در چت یوتیوبی بنویسید که مرا شنویده ایستادید و مرا هم دیده ایستادید. گفتن که میشنویم، نگفتن که میبینیم. زنده باشید. به هر حال وقت شما را نمیگیرم تماشابینان عزیز. گفتن که همه صد است. برنامه را آغاز میکنیم. برنامه امروزه ما تماشابینان عزیز و گرامی درباره دوخورگی های مناسبت با عدالت است. عدالت چیست؟ انصاف چیست؟ بیاید تو عدالت نمیرویم، از انصاف گپ میزنیم. انصاف یعنی چی؟ انصاف یعنی نصف گفتنی گپ است. انصاف یک چیزی را برابر در ترازو، یعنی وزنش برابر به دو تقسیم کردن است. انصاف. اگر همین کار را کرده توانید، شما شخصی با انصاف هستید. یک سیب را یک نفر آورد، دو نفر آمدن پیش شما با یک سیب، گفتن که همین سیب را برابر به ما دو تقسیم کنید، ما این را تناول کنیم. اگر همین سیب را شما به دو برابر تقسیم کرده توانید، این می شود انصاف. یعنی دو نصف را برابر تقسیم میکنید، می شود انصاف. یعنی انصاف همین است. اگر شما یک سیب را برابر به دو تقسیم کرده دادن نتوانید، یکیش کلان یکیش خرد شود، به نفری که بیشتر دوستش می‌دارید بیشتر سیب بدهید، به نفری که اونقدر معقولتون نیست کمتر سیب بدهید. حالا که هر دو نفرم چی شما بد می‌بینید چی شما دوستش می‌دارید، هر دو نفرم از شما انصاف انتظار است، عدالت انتظار است. لیکن شما با نفری که بیشتر ستارش به شما معقول است به او بیشتر میدهید، به نفری که ستارش به شما معقول نیست کمتر میدهید یا تماما نمیدهید و همراه خودتون میخرید، در حالی که هر دوش هم از شما عدالت و انصاف انتظار است. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، وقتی که انصاف گفته گپ میزنیم، انصاف همین است دیگه. وقتی که از جانب مقامداران کشور همین چیز رعایت هست یا نه دیده شود که رعایت شده ایستاده است، گفتم ممکن است حکومتداران ما با انصاف هستند. اگر میبینیم که در همین حالت آنها انصاف ندارند، یعنی برابر تقسیم کردن نمیتوانند، به مردم برابر معامله کردن نمیتوانند، یکی اگر پسری وزیر باشد به او همین دست پیش بر پیشواز میگیرند، چند کسه دو قط شده همین شش قط شده پیشواز میگیرند، با برآورده تا درگسیل میکنند. کمبغل یک هفته در پشت درش میایستد، تو کی نمیگویند. این را میگویند به انصافی. یعنی اینها انصاف ندارند. انصاف نداشتگی آدم کی است؟ ظالم است. وقتی که همین حالت در حکومت تاجیکستان دیده می شود و ما میگوییم که به انصاف هستند، دیگه اون کسانی که طرفدارشان هستید، از اونها منصب انتظار هستید، یگان تشکر انتظار هستید و میخواهید ما زبانمون بسته باشد گپ نزنیم، خوبترش با آنها نصیحت میکردید که آنها به انصاف بیایند. کسی که انصاف ندارد ظالم است. همین اولین ظلم ها به چشمتان وقت دیدید که شما یک هفته دو هفته پشت در یک منصبدار رفته پایده ایستادید، به شما چشم ندوخت، حتی همین پاسپورت درش، حتی در همین قبولگاه زنگ‌ها را قبول میکند، مهمانان را قبول میکند، مراجعت کنندگان را قبول میکند، برای خط میگیرد، به نوبت میماند، حتی او طرف شما نظر نمیکند. و وقتی که یک کس همین گالستوکو زدگی زده در اومده رئیس کجا است گفته، در حال همین دیکی کرده در قبولگاه کار میکردگی میخیزد، دو پیش رئیس میداره، رئیس جانش میبرد، مرحبا رئیس شما را انتظارند، در اومده میرود. در اینجا دیده میشود که او رئیسی که در داخل هست یک آدمه که هست که انصاف گجا، حتی برای خودش احترام قائل نیست. یک نفری هست که در همه ظلم ها شریک است،
بر ضمن این به خودش احترام حرمت قائل نیست. اگر او حرمت و احترام برای خودش قائل می بود خودش رو اینقدر پس نمیزد. مناسبت با شهروندان رو به گونه به راه میموند که شان و شرف خودش هم پایمال نشود و شان و شرف کسانی که به او مراجعت میکنند رعیت هم پایمال نشود. تماشابینان عزیز، یک کمتر بیمار هستم. از یکایی که شما خواهش میکنم که یک کمی آواز گرفته باشد، مطابق بلند صحبت کرده ایستادم. از یکایی که شما معذرت میخواهم. یک کمی اگر گفتی روزها دیسکامفورت شده ماند، عذری مرا بپذیرید. اناکنون تماشابینان عزیز، حالا ببینید در تاجیکستان یک نفر میلیون میدزدد، دمی حکومت نمیبراید. دزدیش با سامانی به میلیارد برآمده میرود، حکومت صدایش نمیبراید. اما دلیر امام علی را میبرند، این انداز نسپارید گفته حالا زندان کردن، یعنی در زندان قرار دارد. پسر بیک صبور یکی از کلانترین از انداز سرکشی کنندگان است. به خاطر آن که دوموتوری پرزیدنت هست وی انداز نمی سپارد. اما دلیر امام علی بیچاره یک کمبغل خانه ندارد، در خانه اجاره میشیند. وی مبادای از لحاظ بیخبری باشد یا یک چیز دیگر باشد، یک کمتر انداز رو نسپاردگی باشد، اگر او رو برده پشت پنجره زندان میکنن. به یگان هیاهوی جامعه بین المللی اهمیت نمیدهند. ببینید چه حالت است. همین در تاجیکستان آیا همین حالت وجود دارد؟ بله وجود دارد. مثلا الفت خانم یک ژورنالیست از حقیقت دفاع کرد، از واقعیت دفاع کرد، از مردم بدخشان دفاع کرد. وضعیتش چی شد؟ یک زنک مشتپر پشت پنجره زندان است. پشت پنجره زندان است. اما اینها چیکار میکنند؟ میلیارد پول ملت رو میدزدند، به غارت میبرند. هیچ کس پشه اینها رو پیش نمیگوید. بله، پشه اینها رو هیچ کس پیش نمیگوید. همینجا انصاف هست؟ درباره انصاف گپ هست؟ نیست. وجود ندارد گپ درباره انصاف. حالا ببینید پسر بیک ظهوروف، خدای پرزیدنت بیک صبوروف 4 میلیون سومانی از انداز قرضدار است. 4 میلیون سومانی در 6 ماه، در همین 6 ماهی اول زیاده از 158 میلیون سومانی بودجه رو آبولوی کرده هستند. 158 میلیون سومانی. در نشست مطبوعاتی گفته های شاهیان را شنیدید؟ دلیر امام علی را به خاطر 96 هزار سومانی قرض از انداز زندان کرده اند. 4 میلیون سومانی گجای و 96 هزار سومانی گجا. چند تا 96 هزار سومانی را یک تا کنید بعد 4 میلیون سومانی میشد. اگر دلیر امام علی با 96 هزار سومانی سزاوار به پشت پنجره زندان انداختن باشد، باید چند تقریبا 45 بچه بیک صبور پشت پنجره زندان شود. یا خود همین یک بچهش 45 مراتب 45 برابری دلیر امام علی به جوابگری کشیده شود. نشده ایستاده است. بیزنسش رو دوام دارد، تجارتش رو دوام دارد. بله، پس این چی گپ است؟ همینجا عدالت کجاست؟ هر ماه، حالا همین رستم جانی نوشته است، هر ماه
سعودی‌ها ده‌ها بدخشانی را پشت پنجره زندان میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اون که از حقوق خودشان، از حق خودشان دفاع کردند. حق طلب کردند، انصاف طلب کردند، عدالت طلب کردند. الفت خانم محمدشاهیوه کی است؟ چیکار کرد یک زنه که مشت پر به اینها؟ یک فعال جمعیتی از بی‌عدالتی گپ زد. زنک رو بردن پشت پنجره زندان کرده هستند. این چی بوده است؟ رهبر گروه تروریستی، یک زنه که مشت پر با اسکی‌ها از مخالفین پول گرفته است و برای تبادلات در تاجیکستان کار کرده است. فهمیده شدید چی میگن؟ اینها یادتون باشد وقتی که سیم کارت را حکومت قیمت کرده شد، دو دختر بیچاره وقتی که امضا جمع کردن، اونها نه به حزب تعلق داشتن، نه به یگان سازمان تعلق داشتن، هم تو یک فعالای جامعه شهروندی بودن. وقتی که امضا جمع کردن برای قیمت نکردن سیم کارت، اونها رو فاحشه برآوردند. بله، با چند کس میگشتگی برآوردند، با چند ویدیو ها نشر کردند. انا همین حکومت فقط چیکار کردن؟ اونها گفتن که شما همین سیم کارت رو قیمت نکنید. همین یک کارتچه چی قیمت داره؟ در اکثر کشورها بیپول تقسیم کرده میشه. در سر راه، در خیابان ها، در فرودگاه ها، در وокزال، در ایستگاه ها همین سیم کارت بیپول به مردم تقسیم کرده می شود. در تاجیکستان قیمت کردنی شدن. اینها برآمدن عریضه جمع کردن. اینها رو گفتن این عینش فاحشه بود، اینش این بود، اینش وای بود. کجای همین انصاف است؟ شما کسی رو که به خاطر دفاع حقوق مردم کار میکند، او رو چیکار میکنید؟ میبرید زندان میکنید. یعنی هر کی عدالت پیشه هست، هر کی از انصاف کم میزند، هر کی به انصاف شما رو دعوت میکند او رو شما برده چیکار میکنید؟ پشت پنجره زندان میکنید. حالا ده‌ها بدخشانی زندان شده است. او کیه که نفری که سبب همین فتنه ها شد به دختر بدخشانی گپ پرتاف در کجا است؟ عبدالستار ابیرزاده، یاوری پروکورور راشقلعه که به ناموس یک دختر بدخشانی دست درازی کرد. زوانی گرفتگی است. در کجا است؟ شما شنیدید که هم پشت پنجره زندان شده است یا با جوابگری کشیده شده است؟ نه، اینه که سبب قتل تقریبا 50 جوانمرد بدخشانی شد. خونریزی، سبب ناآرامی ها و خونریزی ها در بدخشان شد، در آزادی گشت است. دیده که کسی از او چیزی پرسیدگی باشد؟ نه. در تاجیکستان همین گونه عدالت وجود دارد. به هر که معقول می شود، معقول نمی شود، باید این را قبول کند. قبول نکرد کاری او یا پشت پنجره زندان می شود، یا اینکه بدنام می شود، یا اینکه سرسان و سرگردان. هر سه این چهارمش وجود ندارد. هر کسی که با اینها نیست، با این حکومت نیست، دشمن است، خائن است، خیانتکار است. حالا ببینید چی بود نامش؟ ذوقبک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، راستی هر دو همین انسان را من در عمرم یکم بار ندیدم و راستی طرز اصولی ژورنالیستیشون هم به من معقول نبود. یکی میرد کرنافشکی، من آش حلال خورده شدم، یکی میرد مغازه درست میکند، نینیچه میفروشد، من مغازه کرده شدم، یکی رنگ تنگم از کدام تکوچه پیدا میشود، از حقوق گپ میزند. من معقول نبودم این. یعنی که یکی لازم شد به گپ میدراید، که یکی لازم نشد از گپ میمونه، یا که خفگی اظهار میکند، یا همین خودی عبدالستار پیر محمدزاده هم یکی نصیحتگری مخالفین میشود، شما مخالفین این خیل، شما مخالفین اون خیل. یک روز در سیاست نبود همین عبدالستار پیر محمدزاده، یک روز در سیاست نبود نصیحتگری مخالفین و مخالفین نصیحت میکنه. تو اول 4-5 روز در
سیاست شب یک سیاست فهم، نه نصیحتگری مخالفین. شما این خیل کنید، شما این خیل کنید، شما این خیل نکنید، شما اون خیل نکنید. من معقول نمی شخصا یکی همین دودش به فلک دودش به فلک برآمده گام میزند، همین خیل نکنید ده، همین خیل آیسته آیسته نکشید ده، گفته یکی گام میزند از بحر ژورنالیستی برآمده است. یکی میگوید نه من همین فقط، یکیش میگوید فقط مرگ مرا از ژورنالیستی جدا میکنه. همین خیلی یکی باد، یکی تنباد، یکی آتش، یکی آب، همین خیلی بودند. سخت بدم نگیر، اینقدر پایینی پس به هم نفرو، در یک موبایل گرفته میبردی بسیار خوب میشد، بسیار خوب میشد. حالا دلیری امام علی رو گرفته بردگی هستند، عبدالله غربتی رو گرفته بردگی هستند، اینو به گپ در اومدن. های جوره عقلا خودت رو حیف نمیکردی. هیچ، یعنی اینها قهرمان ها هیچ کس گپ نزده ایستاده است، باید اینها گپ زنند. این هم یک کار نادرست بود. همین که به مخالفین سیاسی نصیحت میکند، همین کارش خطای سیاسی بود. اما اینها به چه گمان بر میشوند؟ با اون که با مخالفین همکاری کردن. دونید که با مخالف همکاری میکردن اینها، همین زوقبی سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، همین باور کنید از اینها یک صدای شما نمیشنیدید، لیکن ده ها اینفورماسیون ها از تاجیکستان گرفته میشد. همین رنگ یک موسیقی بیگناه عبدالستار پیر محمدزاده تاکسیستیش رو کرده میگشت. من تاکسیست میگفت، تمام بحر ژورنالیستی بر اومدم، لیکن از اون مهارت ژورنالیستیش، استعداد ژورنالیستیش، دانش ژورنالیستیش مخالفین استفاده میکردن که نموند استفاده کردن، یعنی نصیحتگری مخالفین شد. زاقبک سید امینی هم همین خیلی، من نفری که فلان کار را نکردم، نفری که به فلان چیز نپیوستم، فلان چیز را قبول نکردم، امروز این را قبول میکردم، گفته اظهاراتش رو نوشته بود زاقبک سید امینی. این رو میگویند با مخالفین کار کرده است. مخالفین عین حال درست است در حکومت وزارت امنیت هست، درست است در حکومت وزارت دفاع هست، وزارت کارهای داخلی هست. این چند باز چند زیربناها، زیرنهادها دارند که به تمام وجودی هستیشون برای نابودی مخالفین حرکت میکنن، لیکن حالا مخالفین وجود دارن. این نشانگری اون است که مخالفین اونه که این حکومت نشان میدهد نیستن، خیلی قدرت دارن و خیلی از سازمان‌های بین المللی مخالفین رو شناختگی است، گرچند که بین خودشون اینقدر حالا اتحاد و همبستگی به میان نامده است. خیلی این یک نشانه تا حالی همون شکلی به همایی پخته نرسیده نشست، اما همین مخالفین هستند. با وجود همه این مبارزه های مقامات، این یک کس فلان کرد برده پشت پنجره زندان کردن، یک کس به یک پست مخالفین یک لایک مون برده زندان کردن ها، 8 سال 9 سال دادن ها، همین مخالفین حضور دارند، گپ زده ایستادن. این نشون قدرت آنها است. یعنی از روده یک چیز میبرند اینها. اگر عبدالستار پیر محمدزاده یا زاقبک سید امینی گماشته حزب نهضت میبود یا گروه 24 میبود یا من مخالفین میبود، اونها این خیل حالا نمیکردن، این گپایی که اظهاراتایی که دادن نمیدادن، بلکه بسیار چیزهای مهمی بود که اونها به اجرا میرسوندن که دیگر ژورنالیست ها هستند به اجرا رسانده ایستادند. از اونها نه نام هست نه نشان هست، هیچ کس نمیداند که اونها کیا هستند. یادم نرود، حالا خیلی این کارها به قوت شدگی است، خیلی پیش رفتگی است. سال 2018 بود، من به بعضی از کارهای سایت اصلاح به محمد اقبال صدرالدین کمک میکردم، بعضی از متنهای مقاله هایش رو تحریر میکردم. یک نامه آمدگی بود که باید آن رو تحریر میکردم. میدونید از کی آمدگی بود؟ همون وقت
از تگ بینی سیمومین یتیمف بعد از نشر شدنی حالا من نامش رو نمیگیرم اون مقاله هم لازم نیست بعد از نشر شدنی همون مقاله سیمومین یتیمف و آدم تگ بینیش رو دور کرد درست است که به یک منصب دیگر گذارون لیکن از تگ بینیش دور کرد اون مقاله برای نیست کردنی برای ابروی ریزوندن سیمومین یتیمف اومدگی بود اینها قبر یک دیگرشون رو کنده ایستادگی بودن یعنی این خیلی انسان ها وجود دارن که مقامات تماما خبر ندارد و سیمومین یتیمف هم گفتن نمیتوند که این همین خیل بود میفهمید در سوخت یک موسفید با ما همکاری میکند کمونیست است تا حال عقیده و اندیشه کمونیستی دارد که تماما با عقیده و اندیشه ما مخالف است لیکن او برای عدالت با ما همکاری میکند میگوید که هر چی باشد در تاجیکستان عدالت باشد کمونیست پیرکی از 70 گذشتگی است کمونیست است همکاری میکند حالا من نشونه هاشو گفتم 10 سال دیگر کوبت حکومت نمییابد 10 سال دیگر میکوبت نمییابد در استرافشان چیکار کردن همین شب روزها یک کسایی برده محکم کردن که خدمتگار خودشون بود گفتن اینها با نهضت همکاری کردگی خبرش به ما اومد مثلا کی بود حضور یافتم میتونم امین مزبوچه استرافشانی محمدیف زمین فروش همین رئیسوی شهر استرافشان منعیم خالقیف با هم خدمت کردگی هستین زمین های فروخته دادگی هست پولشه عبداللهیف با هم نعیم نبیزاده با هم همین آخر بهرام عنایت زاده بک صبر خدای رئیس جمهور که سر به سر شده پشت پنجره زندان شد که به این هم کار کردگی است حمید رو تو با نهضت همکاری کرده گفته برده محکمش کردن عجوبت کارو بینید همین آدم معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه استرافشان بود بردن محکمش کردن کیره گدایف حسن جان با نهضت همکاری کرده گفته 15 سال برده زدن در ناحیه استرافشان همین بچه من نومش نو شنیده شدم خیش تبارش من به زنگ میزند حق و حقارت دارد مرا دشنام دارد که سری دودرم اووخته این دودرت من نمیشناسم بعد از همین روسیه ایستاده حق و حقارت دشنام من خیشش میشم تبارش میشم من هم محلهش میشم بعد یکی جستجو میکنیم اینها بیچاره ها به خاطر تو با نهضتی ها همکاری کردی گفته برده محکمشون کرده اینها کیست ما نمیشناسیم گفتی روسا سکریف سوا چه خیل شدگی اینها همون نفرانی که تمام دزدی ها رو میدونن با همین برده محکم کردن زبانشون رو بستگی با ما همکاری میکردگی دونستمونید همین رتک سلوچی گفته روسا اگر پیداشون نکنه نمیتونید پیدا کردن اونها این خیلی رنگی زاقی بیک سیدی مینی رنگی عبدالستار پیر محمدزاده داد و وایلا نمیکنن همین تیخه آهسته در تگ بینیتون کار میکند در داخلی حکومت کار میکند در مقامات کار میکند آهسته کارش بود کردن میگیرد با طرز ما بعضی معلومات های که میتید شاید در 2-3 ماه اول اون رو رسانه‌ای نکنیم صبر کنیم که مبادا مثلا به دست مقامات افتادگی باشد و مثلا مقامات این رو مجبور کرده باشد فرستاند رو میسنجیم دوباره توسط دیگرها میسنجیم
بعد رسانه‌ای میکنی. یعنی چخیل میشود است که مثلا اینها با ما همکاری میکردن، شما میفهمیدید. اگر نفرانی که با ما همکاری کردن شما فهمیده باشید این ما هیچی نبودیم. باور کنید که این طور نیست. این طور نیست. اینفرماسیونی که در دست من است یکون همکارم نمیدوند. برای همین شما گفتی مردم که خستید که خوبید، فلان قدر تروریست قاپیدیم، فلان قدر اکستریمیست قاپیدیم، فلان قدر آمده با خواهش خودشون دستگیر شدن. دروغ. شما از عهده هیچ کار نبر آمدید. در این مابین 30 سال از عهده یگان کار نبر آمدید. حالا ببینید خالباش رو برده زندان کردید. بدخشانی گنرال بو. این کی است؟ خالباشوف گنرال مایور، مشاوری کلون فرمانده قشونهای سرحدی تاجیکستان. این بیچاره بر اساس 11 ماده کودکس جنایی تاجیکستان گناهکار کرده گیستند. بر اساس 11 ماه. تو همین یک روز پیش بازداشت شدنش او کی بود؟ نفری که جانش را سپر کرده در سرحد اسفره با قرقیزستان بود. بدخشانی بردید پشت پنجره زندانش کردید. اینم مثل چی است؟ همون عبدالحلیم نظرزاده ای که دویم در قرقیزستان یگان ناآرامی شود آمده آرام کرده میرفت، او را کشتید و بعد از وقت دیگه آرامی ندارید. 30 نفر تاجیک رو میکشند، 2 نفرش رو میکشند، 8 نفرش رو میکشند، یک باره 10-11 نفرش رو گرفته برده زندان میکنند، با جریمه میکنند، از روسیه قبضه میبرند. رنگ یک بوزیچه نغمه‌گر شده مونده دیگه. پسندتون نمیکند قرقیزستان. عبدالحلیم نظرزاده رو کشتید، تمام دیگه پسندتون نمیکند. خالباش رو بردید پشت پنجره زندان کردید، بعد از وقت قرقیزا چی توفایتون داد؟ بود 2 نفرتون رو کشت. درست است. شما به نزدیکی 4-5 روز شد بارتر کردید، یعنی مبادله کردید بازداشت شدگان را. شما بدون هیچ گپ و کلاچه 11 نفر رو به قرقیز توفه کردید. قرقیز 11 نفر رو به شما داد، لیکن همتونه هر یکش رو جریمه کرد. از هر یکش پول رویونید بر سر داد. شما این کار کرده نتونستید، هم تو سر دادید. ببینید در تاجیکستان انصاف طلب کردن چگونه خطرناک است. در تاجیکستان انصاف طلب کردن چگونه بد است. عدالت کن گفتن چقدر مشکل است. طلب عدالت کردن. چرا؟ برای اون که اینها میخواهند خودشان شاه، تبشان وزیر باشد. در این شهری که مردانش عصای کور میدزدند، منی چی میگه؟ منی سوده میگه چی؟ عصا جستجو دارم. فهمیده سودی؟ عصای کور میدزدند اینا. باز طلبشون این است که یگان کس صدا نبرارد، یگان کس یگان حرف نگوید. توکی تماشابینان عزیز، خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید، برنامه رو به دیگران بفرستید. هر کس که بعد از این
гуфтане дорад, ба студия мепайвандад, мо ӯро пайваст мекунем ба студия, ҳатман гуфтаниҳояшро бигӯяд. ман то ин ҷо баъзе аз гуфтаниҳои худамро, фикру андешаҳоямро ки мехостам дар имрӯз бигӯям ва нахостам ором бишинам ва виҷдонам азоб медиҳад, ки ҳамин нафарон бидуни ҳеҷ ҷурм, бидуни ҳеҷ гуноҳ пушти панҷараи зиндон истодаанд, бо ба хешу ақрабояшон ҳақ намедиҳанд, ки ба онҳо ягон дами гарм, ягон хӯроки гарм баранд. онҳо имрӯз чӣ хӯрда истодаанд, чӣ пӯшида истодаанд, чӣ нӯшида истодаанд. модари онҳо, модари зори онҳо, модари зори завқибек саидаминӣ дар чӣ ҳол аст, ки доим аз модараш менавист, доим дар бораи модараш завқибек саидаминӣ менавист. воқеан модар агар садои маро мешнавед ё ки бадтар мешнавед, ё ки ман ҳамин ҳарфҳои ман ба шумо меравад, аз шумо ман узр мехоҳам, ки наметавонам ба таври аҳсан ё ки ба таври зарурӣ дар паҳлӯи фарзанди шумо бошам ё дар паҳлӯи шумо бошам, ақаллан ба шумо таскини дил шавам, ё ки пайвандони абдусаттор пирмуҳаммадзода, далели имомалӣ, абдулло ғурбатӣ, ки имрӯз чанд рӯза как шуда буд, фарзанддор шуда буд, ки нав аз фарзанддоршавиаш меболид. абдулло ғурбатӣ чанд рӯза как шуда буд. Помир, бифармоед. Добрый вечер. Я приветствую вас и вашу студию. И сегодняшняя тема, да, здравствуйте. Сегодняшняя тема очень важная тема, на самом деле, что происходит вокруг вообще журналистов, таковых блогеров и активистов, которые за последние несколько месяцев хотят показать именно ту часть нынешней власти, которая реально занимаются не теми вещами, на самом деле, которыми не должны заниматься. И мне кажется, что это даже не уровень одного государства иметь проблемы с какими-то блогерами, журналистами и так далее. То есть есть, как всегда, так Таджикистан является демократической, унитарной, да, собственно, по Конституции, то мы всегда говорим о теории, но мы забываем, что в реальности происходит. А в реальности, дорогие друзья, это так, что именно власть, когда в стране есть четкие правила, четкие законы, власти морают свои руки какими-то нелепыми вещами. Например, задержание той же активистки, да, по происхождению Памирка, и других же активистов, которые хотели донести до народа, что на самом деле происходит внутри страны. А также тех же блогеров и тех же людей. Вообще задержание той же Мамаджоновой это является один из актов терроризма. Ну вот за последние несколько месяцев, что в России, что в других, да, в передовых странах, что происходит вообще в целом мире, то мы часто слушаем слово терроризм или экстремизм или фашизм, да, потому что люди привыкли кидаться лозунгами, это всегда удобно. Но на самом деле мы не понимаем вообще, что из себя представляет терроризм. Задаваться вопросом никто не хочет. Поэтому вообще, если полностью не надо быть каким-то экспертом и так далее, или каким-то юристом, специалистом в таком вопросе. Если объективно посчитать само задержание этих людей, это является акт терроризма. Понимаете? Если соотечественники наши понимают, что такое терроризм, то вот то, что сейчас происходит с этими блогерами, активистами, какими бы они ни были вообще в целом людьми, да, там блогер что-то говорит против
оппозиции, ни против оппозиции. И вообще в целом, какими бы эти люди не были, это их личные проблемы. Мы сейчас говорим о том, что происходит с журналистикой вообще в целом в стране. И почему блогерство, да, это является еще одним, может быть, меня сейчас исправят некоторые соотечественники, но блогерство это тоже аналог того же, той же журналистики. Просто человек открывает там себе на бытовом уровне канал и так далее, свой контент ведет. Но это сейчас мы не будем об этом говорить. Но вообще в целом камень в огород свободы слова, журналистики и правды. Где зарождается правда? У тех людей, которые умеют объективно смотреть на вещи, что происходит. صدایتون کنده شد. تا شما صدایتون پیدا شدن کی رو میشنویم؟ عبدالمالک رو میشنویم. عبدالمالک بفرمایید. عبدالمالک هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوزی برادر سلامتی خوبه تشکر انشالله. زنده باشید. بفرمایید. من یک چیز رو نفهمیدم روسی گپ اگر امکانیت داشته باشه همین کم ترک ساده کده میفهموندین برای چی میگن خواتیرمون خوب میشید. اگر از بس برایم بفرمایید. همین برادرمون ما به خاطر همین اومدم برادرمون پامیر نام موندگی ای ملت پامیر گپ زده است. مقصد ای شهروندی پامیرستان گپ زده است. به زبان روسی گپ زده است. همین ما به حد سخت میرسد. همین شما ده همین گپی ما پروتیفین که یگون گپ هستگم اینجا. برادر عزیز پیش از همه من با شما موافق هستم. پیش از همه فقط ما شرایط امروزه رو باید در نوبت گیریم. شرایط امروزه حالا یک کمتر هست این خیلی گپا که ما گفته شدیم همین آدم به روسی گپ زده ایستاده است یا که نمیشد که به تاجیکی گپ زند. یک کمتر این خیلی گپا وجود دارد حال و حاضر. لیکن شما با واقعیت نظر کنید که در روسیه تقریبا نیمی اهالی تاجیکستان حالا زندگی میکند. تقریبا نیمی از اهالی کشور زندگی میکند. فرزندانش قریب که تاجیکی رو نمیدونند. فرزندان تاجیک قریب که تاجیکی رو نمیدونند. تو به مقال است میگود به تاجیکیت گپ زدن گیر، لیکن من میگود اداب نه گپ زدن با روسی، چون که مکتبم با همین زبان است، دوگانه هایم با همین زبان است. میگوید اونجایی که میروم بازی میکنم، میخونم، مینویسم با زبان روسی است. میگوید من تمام، میگوید من به همین موافق همین زبان روسی است. میگوید تو خودت به زبان تاجیکی گپ زدن گرد، به زبان تاجیکی گپ میزنی در خونه با به روسی جواب میتید به تو، با به روسی جواب میتید به تو. برای چی این خیلی است؟ با کفته ریشی همین چیز رو برای همین است که حکومت امروزه توان و قدرت متحد کردن مردم رو از دست داده است. حالا همین سفارت های تاجیکستان برای چی لازم هستند؟ شما در یگان جای دنیا دیدید که همین سفارت تاجیکستان یگان مکتب تاجیکی داشته باشد، زبان تاجیکی تشکیل کرده باشد. همین افغان ها دارن زبان افغانی رو شهروندانشون رفته در سفارت ها می آموزند. حتی افغان ها برای معلمانی که زبان فارسی درس داده میتونند گرانت میتیند. ایرانی ها دارند، دیگه ملت ها دارد. یگان در روسیه 3 میلیون مهاجر داریم، ما یک مکتب تاجیکی نیست، یک مرکز فرهنگ تاجیکان درس تاجیکی به راه نمانده است. شما شنیدید از روی انصاف گپ زنید چی همین خیلی وجود داره؟ شما شنیدگی هستید؟ نه وجود نداره. در یگان کنج کنار روسیه نباشد سفارت برای چی لازم است؟ فقط برای قاپیده دادن مخالفای دولت؟ فقط برای قاپیده دادن همکاری کردن برای استرداد مهاجران؟ دیگر برای چی لازم است همین سفارت اگر از فرهنگ ما دفاع کرده نتواند، برای از بین نرفتن فرهنگ ما، زبان ما کار نکند، یگان برنامه نداشته باشد؟
چی در کار است سفارت؟ همون سفارت چیکار میکنه دیگر؟ فقط تجارت رئیس جمهور گپ زنان میکند، موافقه میکند، اولادش تمام می دیگه، هیچ دیگه یگان کار نکردنش در کار می. چرا مثلا گفتم همین روسیه با وجود اون که مثلا در همین کشورهای اروپایی اونقدر حالا مناسبتشون خوب نیست، مکتب‌های روسی دارن، توانسته است. در تاجیکستان مکتب روسی هست. چند فایزی تاجیکستان مثلا گریم چقدر در تاجیکستان روس ها کار فعالیت دارن، مثلا مهاجران روس هستن در تاجیکستان. نه، ما مکتب روسی تشکیل کرده هستیم برای روس ها. در اونجا فرهنگ آنها محافظت می شود، برای از بین رفتن عرف و عادتشان، فرهنگشان آنها کار میکنن. برای چی حکومت ما در روسیه کار نمیکنه؟ برای همین هم وقتی که یک نفر برادر تاجیک است و نمیتواند با زبان تاجیکی گپ زدن یا نمیخواد با زبان تاجیکی گپ زدن، به او آسانتر است با روسی گپ زند، بیاید ملامت نکنیم. در این انگشت ملامت را سوی مقامات کشیم و نشان دهیم مقامات را که احوال مردم را به همین آورده رسانده است. حالا پامیر خارج شده بودن، از نو پیوستن، شاید خودشون یگان گفتنی به شما دارن. پامیر نه باز نشد. مولی گپ عبدالمولی گپ زد. سویاسشون با فکر من بله خوب نیست، به همین خاطر نمیتونه گپ بزنم. شاید شما فکر دیگر داره، لیکن فکر من همین است که من خودم در پشت و استخوان خود همین شرایط را احساس کردم. نه منم یگان چی نیست که مقصد که اون جنهای من مثلا گریم، من میدونم که در همین حالت است اونایی که در روسیه هستن. نگاه که برادر، هنه که یک شهروند عادی اگر برآمده از شما مخالفان یا که ایمو مخالفان دفاع میکنه، این مدت لازم نیست که یا روس ایمو دفاع کنه، همین خیلی است، یا که طالب ایمو دفاع کنه، یا که تو سگلسین که ما را بیا یگان امریکانسک دفاع کنه یا که یگان روس دفاع کنه. همین داخل سگلسنی نیست کنشنه. به همین خاطر کدام شخصیتی که میدروید در مخالفین، این باید ای خونی تاجیک باشه، با زبان تاجیکی باشه. اینه که من نگاه میکنم. نه من با این موافق نیستم برادر. تاجیکستان رو ما فقط با تاجیکا محدود نکنیم. تاجیکستان یک کشوری است که در آن روس زبان ها هستند، ازبک زبان ها هستند. مثلا اگر من از ناحیه اشت هستم، از ناحیه اشت، در ناحیه اشت تولد شده، در ناحیه اشت به وای رسیدگی هستم. هرچند دهه ما یگان نفر ازبک نداشت یا که جماعت دهات پانگاز یگان نفر ازبک ندارد، لیکن در دیگر جماعت ها ازبک ها هستند و از روی حساب اگر خطا نکنم 40-60، یعنی 40% ازبک ها، 60% تاجیک ها در ناحیه اشت زندگی میکنند. بسیاری از ناحیه های مثلا گفتیم ناحیه شهرستان اکثریتش ازبک است، در ناحیه استرافشان ازبک ها زندگی میکنند، در ناحیه سپتامین اکثریت ازبک ها زندگی میکنند، در ناحیه جبور رسولف ازبک ها زندگی میکنند. پس ما چیکار اونها رو مجبور کنیم تو در تاجیکستان زندگی میکنی باید با زبان تاجیکی گپ بزنی؟ نه، حتی کانستیتوسیون به این اجازه نمیدهد که ما این گونه رفتار کنیم با اونها. سرقانون همه ملت ها اجازه داده است که با زبان خودشان مناسبت کنن و هر زبانی که با آنها چی است، یعنی آسان است که با اون زبان فکرشان را فهمانده توانند. من در این پراتیف نیستم که در تاجیکستان ما نکی گفته خیلی هست ازبک هست روس هست و زندگی میکنن گپ زدن بگیرن. خیلی که در مابین مخالفان که مثلا روس که در آمد فهمیدی یا که امریکانس که در آمد، همین خود در روزی در میکور در مابین مخالفین روس باشه یا که امریکانس که باشه خود در روزی. نه برادر، روس و امریکانس از یک شهروند تاجیکستان که با روسی گپ میزند یا با انگلیسی گپ میزند باید فرق کنیم. ما اینا با همدیگرش آمیخته نکنیم. روس دیگر است، امریکانس دیگر است. یکی یک تاجیکستانی میخواد با روسی صحبت کند یا یک تاجیکستانی میخواد با انگلیسی صحبت کند، این تماما چیزی دیگر است برادر عزیز. خیلی همین برادر پامیری اینا میتونه قطعی ما والله قسمه که ما امی برادرای پامیری برای یک سخن
мара зиёдаи 50 кас мақсад чӣ мегӯянд латукуб кардагиянд 50-60 кас. Ба хотири чӣ? Ба хотири гуфтагим русӣ қатъим гап зад, гуфтам бародар тоҷикӣ гап зад, гуфт ман тоҷик нестам. Ба ҳамин хотир мара 50 кас задагиянд ба рои инамиқа гапам. дуруст. Тоҷик нестам мега, тоҷик нестам мега. Қатъи ман русӣ гап зад. این گپا رو میشنوید شما؟ من باور کامل دارم که شما تاجیکی رو میفهمید، چون که همه سخنهای مرا شما میفهمید و حتما به سخنهای من واکنش میکنید. باور دارم که سخنهای برادر رو فهمیده شدید. چی گفتنی هستید به این حرفای برادر بله، عبدالله؟ من بخشش میپرسم از برادری من نمیدونم نامشون چی هستن، عبدالمالک. خیال میکنن که شاید من یگان پامیری باشم. اصلا من پامیری نیستم. من زبان روسی رو و زبان تاجیکی فارسی رو هم خوب میدونم و میتوانم با زبان تاجیکی هم گپ بزنم. برای من اصلا پرابلم نیست. اما بعضا گپ‌های هستن که اون رو من نمیتوانم با زبان تاجیکی اصلا برای شما پیشنهاد کرده بتوانم. برای همون اگر این برای شما واقعا هم یک جای نمیدونم جای یگان پروبلمی کبیر باشد با زبان روسی یا تاجیکی گپ زدن، من اصلا پروبلم حس نمیکنم از طرف خودم. چی با زبانش چی شغلی باشد، چی پامیری، همون پامیری. خب صداش کنده شد برادر. من خلاصه را فهمیدم پامیری نبوده. ببخشید من میتونم تا آخر گپ خود رو و چیزی خود رو بله بخشش میپرسم از شما. اما چی با زبان روسی باشد چی با زبان تاجیکی من میتوانم با شما هم صحبت شوم و صحبت дошта бошам. Барои ман аслан проблем нест. Плавно переходя на русский язык, я просто хотел докончить свои мысли, что я хотел именно этим сказать, что сегодняшнее государство, она не профугодная, ребята, понимаете? Она не профугодная. И те люди, которые сидят на верхушке власти, считают, что они поступают правильно, это совершенно не так. Для этого не нужно соотечественникам быть какими-то специалистами, журналистами, я не знаю, юристами. Не надо быть. Век технологий, век интернета, я не знаю. Интернет и так давно является, как, я не знаю, каким-то бытовым таким неотъемлемой частью общества. Поэтому сегодняшняя наша власть не является профугодной. Это нужно признать всем. И соотечественники, которые внутри в Таджикистане живут, если они слышат меня с вашего телеканала, то они должны это понять. Даже дураку ясно. Вот то, что происходит сейчас вокруг блогеров, журналистов, это является преступлением. Это прямая угроза жизни человека и нарушение всех человеческих прав. Какими бы они ни были, эти блогеры, это их личная проблема. Но мы, как гражданское общество, должны защищать друг друга и поддерживать, где бы мы ни находились. Бале. Это нужно признать. Поэтому я просто не дослышал до меня императори азизимо чи гуфта буд дар бораи ман ё дар бораи помириҳо. Ман аслан ягон дахл надорам барои ин чизҳо. Аммо агар шумо такрор мекардед, бародари азиз, шумо чӣ мехостед бигед ки чи бо забони русӣ гап задану чи бо забони тоҷикӣ? Ман сабабе ки помир номта гузошта будӣ, ман ба ҳамин хотире ки ман калонтар муносибам қатъи якди помирӣ гирехта буд, ба хотире ки ва ё гуфтан ман тоҷик нестам. Ман гуфтам чӣ хел тоҷик нестӣ? Ба ҳамин хотир мара 50-60 кас ба латукуб, ба ҷарроҳӣ, ба то балнисара ман задагӣ будам. ҳине ки ман омадам, тра дидам помирӣ номта гузошта бо забони русӣ дифоъи Тоҷикистон ка ҳай сабдӣ. Ман ба ҳамин хотир омадами бародарро гуфтам ки чӣ дар кор дига миллат
дар мобайни мухолифон. Тамом, нуқта. мо бародари азиз, ҳамин мухолифон, ҳоло ҳамин Паём ТВ гоҳ-гоҳ бо ҳамаи мухолифин мо ҳамкориро ба роҳ мондагӣ ҳастем, бо ҳамаш ҳамкорӣ мекунем, лозим бошад бо ҳамин ҳукумат ҳам ҳамкорӣ мекунем, ҳар кас назарашро мегӯяд, майдонаш медиҳем. ҳамин ҳозири худаш дилхоҳ коргари ҳукумат, дилхоҳ мансабдор, дилхоҳ ҳамин аппарати агитатсионияш биёяд ба далел гап занад, гӯяд ки ҳамин кори ҳукумат карда истодааст, ман қабул дорам. ана ҳамин бачаҳои бурда маҳкам кардагиаш дуруст аст ва аз рӯи инсоф аст ва дар ҳақиқат онҳо ҷазояшонро гирифтанд, ба далел исбот кунанд, мо қабул кунем. Лекин инҳо мебаранд ягон ҳоло далери имомалӣ, мана Абдулло Ғурбатӣ, Пирмуҳаммадзодаю Завқибек Саидаминӣ ҳоло дар куҷо буданаш таъин не. ин охир аз рӯи инсоф нест? бояд дар муддати муайяни қонунӣ шумо ба онҳо ҷиноят эълон кунед ё ин ки онҳоро сар диҳед. Ба онҳо ҳақ диҳед ки ба хешовандонашон занг зананд, бигӯянд ки ман дар фалон идораи чӣ ҳастам, давлатӣ ҳастам, мақомоти интизомӣ ҳастам, маро боздошт кардагӣ ҳастанд, ба ман фалон ҷурмамро гуфтагӣ ҳастанд ва бояд мақомоти интизомӣ ба пайвандони боздоштшуда занг занад, гӯяд ки мо пайванди шуморо боздошт кардем. Инҳо ин чӣ гап аст худаш? Як подаи бесар. ҳамин чӯпонӣ ҳам ман чӯпонбача, ҳамин чӯпонӣ ҳам низом дорад. ҳамин чӯпонӣ низом дорад. аз низоми чӯпонӣ ҳама ҷо вайрон мешавад. охир инҳо ақлан ҳамин ранги чӯпон низом надоранд. бурдан маҳкамиш кардан, таъин не ки дар куҷо аст. қонуна бе қонун чӣ мегӯяд? ҳамин боздошт карданатон сири махфӣ аст, дигар аст ва ҳоказо аст. чизе ки бошад набошад, шумо қонуна нигеред ки ба ҳамин шаҳрванди боздошт кардаятон вай куҷо ҳам хари ҷаддол бошад ҳам чӣ гуна муносибат карданатон дар кор аст. шумо агар яъне маҳдии охирзамон бошед, ӯ хари ҷаддол бошад ҳам, шумо якбор қонуни Тоҷикистонро нигоҳ кунед ки бо ҳамон нафари боздоштшуда чӣ бояд кард, чӣ гуна муносибат кард. вақте ки шумо қонуна риоя накардед, талаботи қонуна дар муносибат бо гумонбаршуда риоя накардед, аллакай инҷо шумо ҷинояткор ҳастед. ӯ ҷинояткор нест, шумо ҷинояткор ҳастед. бояд шумо ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида шавед. куҷо ҳастӣ Юсуф Раҳмон, шайкачаи Имомалӣ Раҳмон, куҷо ҳастӣ ту? ана ҳамин одамоне ки бояд қонуна назорат кунанд, қонуна риоя кунанд, нозироти тартибот бошанд, тартибота вайрон мекунанд. ту куҷоро нигоҳ мекунӣ? дар дастат якта китобчача ҳамин менависӣ чӯп ту дар ҳамин ҷаласаҳо чӣ менависӣ? Юсуф Раҳмон, прокурори генералии Тоҷикистон, чӣ менависӣ ту ки ягонташ иҷро намешавад? куҷоро назорат мекунӣ ту прокурори генералӣ? ин журналистҳоро барои чӣ боздошт карда бурда зада истодаанд? инаша мебаранд мезананд, вайша мекушанд. ту дар куҷоӣ? ту дар куҷоӣ? яъне прокуратури генералӣ яъне як ниҳоди назораткунандаи иҷрои қонун аст. яъне нозири қонун. ҳатто дар боздошт кардани як журналист қонун иҷро шуда истодааст ё не, шумо назорат карда наметавонед. шумо чӣ алаф мехӯред дар прокуратураи генералӣ? дар боздошт шудани як журналисти қаторӣ, ҳоло ин журналисти ягон дафтардору мисли Азепулис ёки мисли Озодӣ, ягон чи не, як журналист, як блогер қаторӣ дар боздошт карданаш қонун назорат шуданаш нашуданаш таъин не. шумо куҷоро менигаред? ин чӯпони шумо Имомалӣ Раҳмон ҳамаи шуморо подаи бесар кардааст. ҳайдав гуфтим мо аштиҳо ҳамин подаи бечӯпонро дар мо ҳайдав мегӯянд. куҷо хоҳад давида рафта ҳам мегирад. ҳама коргарони мақомот дар ҳамин ҳолат ҳастанд. нафаре аз WhatsApp занг зад, шунавем. алло, алло, бифармоед. алло, бифармоед.
Салом алейкум, бародари азизу меҳрубон, Шавқат ҷон. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Саломат ҳастед? Зинда бошед. Дар амони Худо ҳастед? Бисёр ба дидори шумо мо пазмон шудем, бародари азизу меҳрубон. Зинда бошед. бовар кунед, агар шумо борин як инсони хубтарини дунё, як одаме ки барои тамоми Тоҷикистон дилашу эмонаш месӯзад, як инсоне ки дар ҳақиқат аз Худо اینقدر یک لیاقتمند، اینقدر یک ژورنالیست بزرگ، اینقدر یک آزادیخواه دیگر کس من ندیدم. در هر جا که باشد خدا شما نگهبان شود. زنده باشید. امیدوارم سزاوار شویم ان شاء الله یگان روز به این گفته‌های شما. شما سزاوار شدگی برادر عزیز. زنده باشید. همه مردم، همه من ابیجنای تاجیک اپوزیسیون همش اوتا سزاوار شدگی. برای چی؟ اگر شما سزاوار نمیشدید این آدمخورا، این خونخوارا هیچ وقت از شما نمیترسیدن. فهمیدید می؟ بله. ترس اینا از کجا است؟ از اون است که هر دقیقه، هر یک ثانیه قانون را ویران میکنن. یگان انصاف ندارن، یگان عدالت ندارن. اینا آدمخور شدگی، انسان خور شدگی در خون و مغز اینا تنها چی است؟ آدم کشی، آدم نسکنی، وطن فروشی، زمین فروشی. تمام مردمی که کمتر آزاداندیش هستن و آزادی خواه هستن و یگان چی میفهمن، اینا باید که تماما کشتار کنن. پاک و پروردگار عز و جل از اولم خدا، آخرم خدا، آنگاه خدا ایاک نعبد نستعین. تمام این آدم خورا، این دشمنان وطن بزرگ ما، پروردگار از غیب خدا تاجیکستان ما سرفرازانه از اینا آزاد شوند. شما بارین انسان ها روان، جوان ها روان، وطن هاشون آباد کنن. تمام مردمی که در تمام دنیا هستن، فرق ندارد شما که در کجا باشید. اگر شما هر روز $100,000 هم یابید، برای وطن دلتان میسوزد، برای وطن جگرتان میسوزد. برای هوای خدا پروردگار یک آب رو تیادو رفته وطنهای آباد کنیم. در یک مهلت کوتاه وطن تاجیکستان ما در تمام دنیا مشهور شود که действительности در حقیقت تاجیکا یا تاجیکستانی ها، همه تاجیکستانی ها، من ملتشان نمیگیرم، من دین و مبینشان نمیگیرم، تمام مردم دنیا خدا آفریدگی در دنیا. همین خیلی یک تاجیکستان آباد و زیبای و همین گوشکفان کنن که تمام مردم دنیا دشمنان تاجیکستان باور کنید اگر کور شوند و کار شوند و با همین نابود шаван خودشان. Я хочу на русском языке сказать. Пожалуйста. Дорогой, уважаемый Шавкат. Вот мне поверьте, да, среди таджикской объединенной оппозиции такого грамотного, такого, знаете, объективного, такого человека, который у него мировоззрение настолько сильно расширено, такого честного журналиста, как вы, я не видела. Поэтому я по вас очень сильно скучаю, по вашим, как говорится, скучаю этим передачам. Желаю вам от чистого сердца, как мать, как человеку, который под 90 лет, всегда радости, счастья, чтобы вы всегда были среди всех своих врагов и друзей на одну голову выше всех. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы всему миру превозносите все недостатки, всю людоедскую, всю коррумпированную, всю, знаете, жесточайшую политику Таджикистана, которая совершает ежесекундные зверства, ежесекундные казни, ежесекундные убийства всего своего народа, особенно интеллигенции. И всех свод мыслящих людей. Ну что же, желаю вам наилучших благ, здоровья, радости и счастья. И желаю, что в ближайшее время мы избавимся от всех этих тиранов, от всех этих врагов Аллаха милостивого, милосердного, врагов человечества. И наш Таджикистан при помощи таких молодых, таких, знаете,
свободолюбивых патриотов своей родины будет цвести и процветать. Но на этом пускай меня ругают, пускай меня матерят, мне безразлично это, пускай меня оскорбляют, они это сами себя оскорбляют, своих матерей оскорбляют, своих сестер оскорбляют. Поэтому я желаю вам здоровья, радости, счастья, всех благ человеческих в вашем лице, всему миру, человечеству во всем мире. Берегите себя. Знаете, что мы вас очень сильно любим, всегда молимся за вас. Да здравствует ваша честность и справедливость. Всего вам доброго. До свидания. تشکر. مرا قبول کنید بفرمایید. شما رو قبول کردیم گپ زدیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم صحت سلامتی خوب. آواز من خوب اومده است؟ بله بله آوازتان خوب است. می‌خواستم فکر و اندیشه خودم با اوید موضوع یا بیان کنم. مالاش بفرمایید. خاموش نمیشنید. یکم سخن من که همین روز تو روز اگر رحمانов صدها مبارزان را کشند، صدها برای زندان کند، صدها آزاداندشان را بار زندان کند، اینا فهمیده ماند که از بای 200 بار 300 تا 400 تا آدم بسیارتر میشن. ما امروز حقیقتا درد کردگی هستیم که این رحمانov با این همین یک چیز است، همین پرابلم مشکلی در همین تاجیکستان ما که شفاف ما یک چیز پرابلم ببینم، همین یک رحمانov فقط همین مافیا آینده همین قطعی همون کروگ خودش اولادای خودش همین شکست دادن در کاره. از شکست این نه فقط در دست شما است، نه در دست مردم هم هست. بعضی بسیار مردم هم میبینن که همین طرف شما نش میزنن، چی در شما نمیاد، چی در شما نمیاد. آخه اینا نگاه که همون در درون داخل بودن گپ زدن، چی در شما از کافه و شما برآمده گپ نزدن. اینا در داخل هم که ژورنالیستای خوب بود. اینا برآمد گپ زد، درد دل مردم گپ زد، درد دل نش دل مردم گپ، جایی که درد دل مردم همون را برآورد نشوندن گپ زدن. و یا یگون در چارچوبه قانون هم نبرآمده بودن، اکای شوکت از چارچوبه قانون هم نبرآمده بودن. از تهمت روی راست، تهمت روی یادشه این خطی که این کدام گروه سویاد داشت، اون خطی گروه تو دلیل بیار. تو بچه مردمی پامیر رفتی، مردمی تاجیکستان شما تاجیکستان وقتی جوانو را کشتی، دلیل نتونستی برآورده، دروغ گفتی، دو بار برنامه کردن. ایرا این کدام مافیا چون پرون با دوی موضوعشون در بالا شما سیاه یافتیم، آخرین موضوعشون ویدیوی نواراشون برآمد که خچون چیکه زدن کشتنشون برآورده در بالاشون سلاح پرتافته است. نواراشون نه به نزدیکی برآمد. آخه اینا یک استفاده مردم ترساندن جامعه دادن برای یک چیز هست، همش برای یک رستم امالی موندن. اگه رستم امالی اگر اون طرفدارش گوش کرده است باشه همینجا، آخه رستم امالی خلق فبر نمیکنه و مثل هم پدرش، هم پدرش خیلی هست و هم خیلی میشوه. یاد گرفت اوج ای پدر ها، значит ترسوندن در کورسشتن کشتن در کره، عبرت کردن در کره. تمام این فقط فرزندای ما چقدر اوجا. من لیش نه فرزند ما دیگه تا همین اولاد باشه ما ژورنالیستی نمیمونم، یک دیگون داش مقامات خونم. بسیار حالی جوانا ما اکا شفقت برادرها را زنگ بزنم داش ای ژورنالیستی میخوندن، ترک کردن درسشون. یک گفت ژورنالیستی ما رو میبرن داش میکشن زندان میکنن، ما نمیخونیم. گفت چی میرم روسیه در کار میکنیم، میگم باور میکنه اکا شفقت. بله همین رحمانov یک مثل میدانه یک حال هم موضوع سال 91 92 که برده است تاجیکستان، یک بار از زمین داخل بدون چند بار برآمد. عصر 21 است. تو برنامه 30 ساله تا اگه با قتل و کشتار و زندان و ظلم باشه تو باید حیران هستن. تو چه تاجیکستان و رحمانov آباد کردن ای بود. او 4 تا دامی که میبینی او را خورده نمیشه، او کت یگان سوخته هم نمیشه. بله اینها میخوان با همه چند بینو یعنی نظر فریبی کنند، نظر مردم را بفریبند، نظر خارجیان را، مهمانان را بفریبند. حالا این فریب دهی ها دور دوام نمی کند. برای مهمان های خارجی از تاجیکستان دیدن کردن و مشتاق تاجیکستان شدنشان و به دیگران توصیه دادنشان در مکتب ها
дарсҳои туризм гузаштан лозим аст ки дар ҳамун ҳатто талабаи мактаб, ҳатто нафаре ки боғчаи бачагона меравад, як кӯдаке ки боғчаи бачагона меравад, ӯ омодаи қабули меҳмон бошад. Дар кӯча бо меҳмон чӣ гуна муносибат бояд кард, бо як хориҷӣ чӣ гуна бояд муносибат кард ва амнияти худашро чӣ гуна бояд ҳифз кунад, ҳатто ҳамин кӯдаки боғчаи бачагона бояд бидонад. аз синфи якум аллакай бояд то ҳамин синфи 11 як тоҷикистонӣ барои баланд бардоштани фарҳанги меҳмондорӣ хеле дарс омӯхтанаш лозим аст ва як кадри тайёр шуданаш лозим аст ки ҳар ҷое лозим бошад. Масалан гирем вақте ки меҳмон ба Тоҷикистон рафт, ӯ пазироӣ карда тавонад дар ҳар кӯҷаву хиёбон, дар ҳар куҷое ки бошад. ҳоло як бародар Матлубиддин Қозиев дар саҳифаи фейсбук аз майдони регистони панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд як расмеро партофт ки тамоми майдони регистон ба мусур ҳамин хел шабодаҳо сур карда истодаанд. ҳамин таъин аст расми партофтагиаш. ҳама ҷо пури ошғол аст. болои ошғолҳо ҳамин мардум гираа гашта истодаанд. ҳамин таъин аст аз расми гирифтагӣ. як кас парво надорад. اونجا یگان ناظر دارد، اونجا یگان ناظر دارد، یگان تازه میکنن چی میکنن. سونی یک صحرای یک میدان ریگستانی پنجشنبه را که در اونجا مردم سودا کردن نمیمونن، اما یک میدان کردن که یک اقلا بینش یک کلوله کنید، یک درازه کنید، یک چی کنید، یک گل شنونید، سبزه شنونید، یک درخت شنونید، یک کمتر سایه کنید. اونجا چی است؟ از اونجا دوزخ ساخته شما. یک چیزای وجود داشت. در اینجا هیکلی کی بود؟ در اینجا یک هیکل بود، جورایف بود، چی بود؟ بعضی ایتی سبززارها بودن، بعضی سوی افکانها بودن، همه رو نیست کردن. همین یک دوزخ ساختگی هستن. در آفتاب نمیتونی در اونجا در میدان ریگستانی پنجشنبه راه بگردی. از این میباید که شما با این بینایی، با این سنگ چیندن، با این تروتوار و اینها نمیتونید دقت جلب کردن. برای حتی فرهنگ ساختمان ندارید، حتی فرهنگ همون ساختن گلگشت و خیابان ها رو ندارید، ساختن صحن ها رو ندارید. شنون بیزه باش در آفتاب مردم در اون ریگستان پنجشنبه گردد بریان میشود. دونسته مونید که این چیزها هم به یک ساختی 4 تا تروتوار برده موندی، بیک سبیر 5 تا بینای در دوشنبه برداشت. بیزنس های اولاد بیزنس ساختمان دود کناندن و چند تا بینای با مسابقه کنی برداشتن. این از این بنا به این بنا خس کرده میگذاری. یگان فرهنگی ساختمان وجود ندارد. از این بنا به وای بنا شپگت ایستادن ممکن است. با این یعنی این آبادی تاجیکستان گفتن نمیشه. دو این بفرمایید برادر. هرون اکا شوکت برای مردم خودمون چی توصیه کردنیم که شاید در دلشون، من ندونم ترس هست اکا شوکت، نه همین کلام من هر وقت که تماس میگیرم با خانگیو یا با اشتوارو همه وقت میگم که طرفدار رحمانوف نباشید و یا پیش از من میگن که ما طرفدار رحمانوف همون سال 91 نبودیم. میگم پیش از من میگم ما همون سال 91، اما در دست ما هیچی نیست. میگه از ما میگم میکشن میپرتن، اینا آدم کشن، اینا وحشی هم. میگم وحشی، اینا سواد عقل خیلی مهری آدمی ندارن. بله اینا یک رنگ مثل یک وحشی هم که میبینن میدروند دازی فرزند تا فرزند نمیگن، یک فرزند هست همون که شتکتی میزنن میگن یک وحشی هم میگن. درست است برادر عزیز. میبرن میگم یک چیزای یک با میبروید رحمانوف ایزون کشیده در جلسات. برادر از واتساپ زنگ زدن، اینشون رو منتظر نکنیم که بشنویم چی گفتنی هستن. باز صحبت رو دوام میدیم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. عذر برادر که شما یک بار زنگ زدید، من فرصت نشد که زودتر بردارم، از شما معذرت میخوام. ما فقط اکا شما را گوش میکنم، یک سبب خانه گوش میکنم که اوی گو خلا میگن، انا میشنم کایف میکنم که جانم در میرسه که خیلی همون میفهمونه که گو خلا گوش کن چی ها گفته ایستاده ای.
پیش از همه شما یک چیز من فقط فکر میکنم در خودم شما میدونید که همین پرزیدنت ها را ویس پرزیدنت کی رولید میکنند؟ حالا درست است که رولید میکنند. این چیزها یگان سری هیچ کس نمیدونستگی نیست یا یگان سری نفته نیست. درست است که خوجه دارد، خوجه خارجی دارد، مخالفین رو به خوجه خارجی داشته متهم میکنه، خودش چند خوجه خارجی دارد. این یگان سر نیست. ما شما آدمایی که خشتو میفهمین اکای محمدی خون اکای بی صداتون گم شد. اوندا سوپر همان دنیا را نه که همین سوالی من شما جواب گفتم میتونن که پرزیدنت ها را یگان کس هست که رولید میکنه. برادر عزیز، حالا به فکر من همین امامه رحمه به اجازه پوتین بزنش نزدیکی نمیکنه. بله تو تاشتو رولید اینش به اینش من دقت جدی ندادم و پیگیری نکردم برادر. شما برای ماسونسکی گروپ یگان شنوندگی ما میدونم چون برادر یک کمتر بیشتر کتاب میخونم میدونم که این گپ اونقدر واقعیت ندارد. همین یک تخیلات است. همون چی گفته شده؟ همون کپیتال تریست گفته شده؟ پرزیدنت امریکا را کنسول خدمتش برای چی پروندن؟ امیرا امپرسوات کردین شما؟ نفهمیدم. کنسول چی؟ یک پرزیدنت امریکا را برای یک سخنش که باید خلق دم میگفت که چی کار آشکار کند امورا پروندن. نومش چی بود فراموش کنم. یک پرزیدنت امریکا منم در یادم نیست برادر عزیز. این چیز یادم نیست. فقط همین است که برادر عزیز این خیلی حادثه ها در جهان بسیار روی میتین برادر. لیکن انواع چیزهایی که مثال گریم اما اونی که میگن او کپیتال تریست اینها واقعیت ندارد برادر عزیز. یک تخیلاتی نویسنده است، تخیلات خودش رو نوشته است. با فهمیدگی شما چیزی باشه نباشه با فهمیدگی شما نه که یک بار این سوال کنین همین سوالی مرا التماس جواب شکو از هر یک رسانه ها جمعگیر کنین خلاصه را یک بار بروره که همین پرزیدنت ها را یگان کس رولید میکنه در همین دنیا یا نه. بعد من یک چیز فکر میکنم روزیش میشوه که همین جمع گیر میکنن همین مخالفا را. مثلا میتونه که شما مخالفین هر دولت با خودش مخالف داره. بله همین خیلی هست. بله روزیش میشوه که هر دولت با صوت مینوت خودش همین خیلی سپانسر پیدا میشوه که میگه ما چند قد سمالات میخوایی، چند قد آدم، چند قد مثال پاساژیر میخوایی بگی برای دیفوق در دولت است. روزش میشوه که همین تاجیکستانی ما را همین خیلی سپانسر پیدا میشوه. برادر عزیز یک چیز رو دانسته باشید که همین حالت حاضر به همین مخالفین هم وجود دارد. امریکا میخواهد به فایده خودش استفاده کند، ایران میخواهد به فایده خودش استفاده کند، روسیه میخواهد به فایده خودش استفاده میکنه. اگر همین مخالفینه که حاضر در اروپا هستند مثلا با مقامات سر کار دارند، یکی از سبب‌های اساسی دورکش شدن فعالیتشان و رزولتت کم دادن فعالیتشان همین است که میخواهند مستقلیت خود را حفظ کنند. اگر مثلا گریم به همین روز به تکلیف پیشنهادی مثل روسیه اگر همین گروه 24 فرض کردیم نهضت رو یک سومونیم، همین گروه 24 راضی شود که تکلیف پیشنهادهای روسیه رو اجرا میکند، همین روسیه هوسمند است که همین گروه 24 بچه‌اش رود در تاجیکستان سر قدرت بیاید. حالا نهضت دیگر رو یک سومونیم، همین گروه 24 همین روز از بحر مستقلیت خودش برآمد، از بحر مستقلیتش برآمد به روسیه دعوا داد که شما چی گویید ما میکنیم فقط قدرت به ما گرفته تید. روسیه 100% راضی میشود، حتی متخصصای خوب هم یافته میتید.
مثلا یکی ایران میشود این کارو کردن، امریکا میشود این کارو کردن. همین یک کم حالا همین مخالفین یک کم علاقمندیشون به دستگیری امریکا یا هر کشور ابرقدرت دیگر رو، یک دقیقه برادر عزیز، همین مخالفین همیشه بروز یک کم موافق بودنشان برای دستگیری یکی از ابرقدرت ها رو اگر اظهار کنند یا که به یکی از ابرقدرت ها امروز صدا یک کنند، چه خیلی که حکومت میگوید خارجی، برای حکومت تاجیکستان کپوت است. سبب اساسی یکی از مثلا در حالت فشار قرار داشتنی خود مخالفین حالا برادر عزیز یک چیز رو همتون باید هممون باید درک کنیم که مخالفین فقط از جانبی مقامات تاجیکستان ضربه نمیخورن. مبارزه مخالفین فقط با خودی مقامات تاجیکستان نیست، حتی ابرقدرت ها میخوان جزا تیان که برای چی گپش رو گوش نمیکنی. اینا ایران مثلا میخواد جزا بتیاد، روسیه میخواد جزا بتیاد، آمریکا میخواد جزا بتیاد. مثلا خودی یک ایران مثلا کنیم خود یک ایران که میخواست اپوزیسیون زیر نفوذش باشد وقتی که مستقلیت خودش رو از دست ندادن رو اعلان کرد، چندین نفر نهضتی ها، چندین نفر مخالفان سیاسی که در ایران بودن همش رو ایران دپارتاسه کرد. نو بسته از اون که با خود تاجیکستان مناسبت خوب نداشت، وقتی که مخالفین رو استفاده بردن شد مخالفین رازگی ندادند، ایران چقدر از فعالان نهضت رو دپارتاسه کرد. مثلا همین چقدر از بزرگانی نهضت از ایران به اروپا آمدن دیگه نتونستن گشت رفتن. بچه از سری کلاباشون رو جمع کرده گرفتن. برای چی؟ برای اون که زیر نفوذ ایران رفتن نخواستن، مستقلیت خودشون رو حفظ کردن خواستن. حاضر اگر مثلا مستقلیت خود رو حفظ کردن نباشد، عذابش، رنجش، کلفتش، میلش همین چیز نباشد، اگر همین پر پشمی حکومت تاجیکستان سوخته میرود در یک هفته. در یک هفته پر پشمی حکومت تاجیکستان سوخته میرود. همین امروز ضعف مخالفین و پراکنده شدن مخالفین است که با این گروهش میبیاید با من شب، با وی گروهش میبیاید با من شب، با وی نزدیک نشب، اینش این خیل ویش وی خیل. حاضر همین نه فقط تاجیکستان، حکومت تاجیکستان، بلکه در اینجا چقدر یک مبارزه های گلوبالی به فکر من وجود دارد. انا برای همین هم حالا یگانه مقصد حفظ مستقلیت مخالفین رو به این مشکل خود دچار کرده است. این رو هم باید به نوبت گرفت. حالا رنگ اگر امام علی رحمان مخالفین خارجی می داشتن و مثلا اگر برای قتل حالا ببینید برای کشتن بدخشانی ها امام علی رحمان رفته از روسیه از پوتین اجازه گرفته اومد. یگان کس پوشیده نیست. هر یک پرزیدنت با خودش خوجه خارجی دارد. هر یک پرزیدنت. ما همین فکر میکنم برای خودم، من از چی خودم فکر میکنم که هر یک پرزیدنت با خودش خوجه خارجی دارد. اگر شما برای ماسون است که گروه اگر یگان چیز شنیده باشین، اینترسوات که باشین، امیرا شو чувствовать میکنه که ماسون کی بود، ای که جو سازوا چی هو در این دنیا تا آخر باید چی کنه ماسونسکی گروه. ما که یک چیز ای چی ای جانم گذاشتم برای همین خزانگ زدم که خود ما فکر میکنم که خود ما را یک جای میواردورا، یا روسیه یا امریکا یا یگون دولت دیگه خود ما را یک جای میواردورا که این گپی ما زیستم ایش که تو حاضر با فکرم که نزد. درست. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. چند کس از عقیب شما زنگ زده ایستاده است. یک چیز اخیرون گپ ما میگم اگر وقت میتین خواهش میکنم کوتاه‌تر کنید چون که اینجا بسیار نفران انتظار هستند. مردم تاجیک التماس یک چیز فکر کنین که روزش میشه که اکای شوکت یا در راه حق همه حق کسا در راه حق مبارزه بودن. الهی مورم رنگ شما و اکای شوکت برای حق سمیکل ما جان ما تلاش کنیم در راه حق
مبارزه برای ما رنگ شما شیدن نمیتونیم. زنده باشه. رنگ شما برای حق رفته استین. من یورا کو 100% طرفدار شما که شما برای حق گپ زدین. اینا همه میدونن که شما برای حق گپ زدین. من زن گلک هم خیلی شما را میمونم گوش میکنم. زن گلک من طرفدار شما میشم آقا. زنده باشه. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشین. تشکر زیاد برادر. سلمان سلطانزاده خوش آمدید. برادر مرا قبول کنید. نوبت در شما بود. یگان چیز اضافه دیگر داشته باشید بفرمایید، نباشد ما سلمان سلطانزاده رو بشنویم. ایلوه همین است که برای شما موفقیت، برای کانال شما اکای شوکت و به همه زنده باشید دوستان. گپی همین برادر در زمین نماند. لطفاً تگمه لایک رو پخش کنید، لطفاً برنامه رو به دیگران بفرستید و لطفاً به کانال یوتیوبی پیام تیوی اگر ابونه نشده باشید ابونه شوید. همینجا ما دیده ایستادیم که تقریبا 50 نفری تماشا کرده ایستادگی ها به کانال پیام تیوی ابونه نیستید. یگان چیز از دست نمیدهید. خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه شوید. یگان چیزی از دست میدادگی ندارید و خوبیش این است که برابری نشر برنامه‌های ما شما در حال با خبر میشوید و از برنامه‌های ما لذت میبرید. برنامه‌های ما نه فقط برنامه‌های آنلاینی هستند بلکه از روز دوشنبه تا روز جمعه ما در یک روز 2 مرتبه خبری تاجیکی میدهیم، 2 مرتبه خبری روسی میدهیم، 1 مرتبه در نصف روزی خبری اقتصادی میدهیم. هر روز دوشنبه برنامه ترازوی عمل داریم که درباره خواهر مسلمه احمدی از نظر دینی و از نظر شریعت و دیگر مسئله ها اقتصادیات و دیگر اجتماعیات نظرهای خودشان رو در طول 40 دقیقه بیان میکنن. همچنین روزی پنجشنبه من برآمد میکنم، باز روزی یکشنبه، همچنین روز جمعه باز خواهر مسلمه احمدی با برنامه آستانه، برنامه صرف دینی، مشورت های دینی دارن صحبت میکنن طول 40 دقیقه. و همچنین ما انشالله که تصمیم داریم من برادر سلمان سلطانزاده اینجا حضور دارن. در یک هفته 1 مرتبه انشالله برادر در کانال پیام تیوی انشالله برآمد میکنن روز شنبه خدا خواهد. از همه این برنامه ها شما بهره ور خواهید شد. برای همین هم تقریبا 50% تماشابینان به کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه نیستید اما دوست می‌دارید. میدونم که اینجا با هوس یعنی با خواهش تام به کانال یوتیوبی پیام تیوی آمادگی هستید. برایم خواهش میکنم تگمه ابونه شدن رو پخش کنید لطفاً. برادر سلمان سلطانزاده بفرمایید. سلام و درود دوستان برادران. کشاکت خوبه سازه؟ زنده باشید. اولا سلام همه به تماشابینان پیام تیوی و موضوعی که امروز شما برداشتید موضوع روزنامه‌نگاران و همچنین نه تنها روزنامه‌نگاران بلکه روزنامه‌نگارانی که حالا در پس پنجره قرار دارن با اتهام‌های دروغ بافته. همین خیلی است؟ بله. اگر ما به همین تاریخ ژورنالیستیک نگاه کنیم در همین سیستم همین بعد از پرسترویکای گورباچوف گیریم اگر تا امروزه در اکثر حالت‌ها همین نمایندای ژورنالیستی که گریم همین شخصان کلیدی آنها ضرر دیدن در همه حالت. حالا یک کتاب علی پانفیلوف هست همین ما خوب میشناسیم، همشهری خود ما از تاجیکستان که حالا در دیگر کشورها زندگی میکنه. آدم کتاب تاریخ نوشته که ژورنالیستی که تاجیکستان و اون گرجدانسکی واینه در اونجا اگر ورق زنیم بسیار حالتایی میبینیم که ژورنالیستان چقدر در رنج و عذابن. این یک کسب ژورنالیستیک خودش یک کسب پر افتخار است. اصلی سبب که این همون چشم و گوش جامعه هستند ژورنالیستان ما. از همین سبب این رژیم ها حکومت ها چشم و گوش مردم رو یعنی مردم رو که بیگانه میدونن چشم و گوش مردم رو که با اونها نظارت میکنن نمیخواهند دیدن. مقصد محکم کردن این ژورنالیستان هم عیناً همون چیز است. یعنی رژیم یعنی همین دیکتاتورها، حکومت هایی که مردمی نیستن، حکومت هایی که با ظلم حکومتداری میکنن، آنها نمیخواهند که ژورنالیستان از کار و بار و رفتار آنها از حیات جامعه آنها در عموم به مردم گزارش دهند. اگر ما در بعدا در آخر مثال یک 10 ساله هم نه همین 7 سال آخر را نگاه کنیم لطکوب ژورنالیست های ما بسیار نظر دیدیم.
از استاد محمد علی حی سرگردان اینجا آمدن، دوملو سیف الله زاده، خلاص با من برادر عبدالله غربتی را زدن. یعنی ژورنالیستان رو مخصوص میزنن، زدند و ترساندند و زندان کردن تا همین روزی که تو یعنی با همون سنزوری دولت رو رعایت کنن. یعنی اون چیزی که گویم که دولت میخواهد. درست است. درست؟ انا همین حالا میبینیم که حالا بسیار برادران دیگر، بسیار ژورنالیستان دیگر پس پنجره رفتن با یک عیب و تهمت‌های بافتی ساخته، گویی که با مخالفین کار کرده است، گویی با دیگر تهمت‌های دیگر. اما رژیم هم خوب میداند که کار بار رفتار همون ژورنالیست‌ها زیر نظارت است. خود همون ژورنالیست‌ها هم خوب میدانند که با نظارت است. من خدا دروغگو نکند، من راست اینجا حالا گفتی که راست یک سخن میگم. وقتی که همین دلیل امام علی نه با افیر پیدا شد، یک روز من گفتم، من بسیار تکرار میکرد که افیری مرا در گروه ها به اجازت من پدیلیت نکنید. من یک روز اعتراض کردم، من گفتم که خیلی نوار کردی، برای مردم کردی، خیلی ما مثال شاید من یکم گروه داشته باشم در همین فیسبوک، من میخوام پدیلیت کنم، چی مشکلی داره؟ گفت که نه اجازه نداد. یعنی اگر من همچون یک دو نفر هم صحبت شدن خواستم، اون مرا هم صحبت کردن رو قبول نکرد. یعنی از چی او میدونست که یعنی رفتار او از طرف مقامات نادرست فهمیده میشه، میبرن محکم بگیرن. او یعنی خود پرهیز کرد. حالا اینجا میگن که با مخالفا همکاری دارد. ای برادرها، این دروغ است که همه رو با هم. من خیلی گال در اولی برنامه خودتون گفتید اون نفرانی که با مخالفا همکاری میکنن اکثرش در کابینت شتگی از بیکار از این سر اینترنت شته است. در کابینت مقامات شتگی اینترنت دولت خودی کار میکنه. روز شنبه یک شنبه اون آدم رو یافته نمیشه. من همین شخصا با چند نفر سر و کار دارم. مثلا خیلی هموطنای خودم هم میخوان که دولتشون آباد باشه، در همین رژیم دیکتاتوری زده شدگی هم میخوان خلاص شون. معلومات پیشنهاد میکنن با همون اینترنت دولتی گیرین. وقتی شنبه یک شنبه نیستن اونها، وقتی شنبه یک شنبه من عرض پرسیدم که برادر شنبه یک شنبه تو در کار فلان گپ، من باید دقیق کنم که همین معلومات راست است. گفت من روز شنبه یک شنبه اینترنت خودم که باید کار کنم، تو که پولش نتی. یک چیز همینجا در یادم اومد. حالا همین ناو از اوکراین به اروپا اومده بوده. یک نفر دویم سالهای 2016 2017 در مقامات کار میکند، در مقامات امنیتی از جای خودمون است کار میکند و چندین نفر رو اومده از روسیه گپ زنان کرده هم برد و مرا هم میخواست که گرفته برات. دویم همین خیلی بیا چیکار میکنی، همین اپوزیسیون چیکار کردی، همین با اینها کار نکن، اینها این خیلی هست. منصب چی منصب پیشنهاد کرد؟ منصب گردن همه به پرونده هست، همش جمع کرده میبیوریم ما، تو بیا یگان کس تو به چقه نمیشود، من خودم گرفته میبیورم. همین خیلی داشت. همین وقتی که از اوکراین به اروپا اومدم یک رقمی بیگونه زنگ میزند، نمیبردونم، بعد مینویسد من فلانی چیگه فلانی اینها رو فلان همین حکومتی رو حقارت کرده ایستاده است. فهمیدید می نمی دوملو مرا دوملو گفته گپ میزنه. فهمیدید می نمی اینجا همین خیلی این خیلی بود است، من اینها رو نمیدونستم، اینها این خیلی بود است. حاضر کم از نوگی خمیر فتیر همون فرستاده ایستاده است. چند نفره کلش گران کردن حکومت به تو کردور نمیشد گفته گرفته برده بود همون. حالا باشد من نمیگیرم، حالا باشد از نوگی خمیر فتیر گفته بعضی معلومات های دو ایستاده است. حالا هم در یک مسئله اینو ببینید برادر شوکت. حالا حکومت در اول کار کرد، یعنی مخالفا را زد، همین خیلی نهضت زد، دیگر مردم زد، مخالفای خودش از میدان داخل تاجیکستان بیرون کرد. اگرچه که مثال مخالفات در میدان سیاست حالا هم هستند، مثال خوب خیلی مخالفیت خود را ادامه دارند در همه سترکتوره هاست. اینا ببینید که حالا رژیم در خود داخل چیکار کردن دارد. یعنی آنهایی که به خودش خدمت کردن در گذشته همه را زده ایستاده است.
بله یعنی همون نفرانی که برای حکومت خدمت کرده بودن امروز دمی سالهای گذشته مثلا 10 سال پیش خدمت کردن، امروز سطح حکومت خورده ایستادن، مثلا امروز زندان ها رو پر کرده ایستادن. فرق نداره در کدام کسب و کار است. حالا همین ژورنالیستایی که امروز به منفعت حکومت کار کرده ایستادن، یعنی لگن برداری و چاپلوسی میکنن، آنها باید دانند که اگر همین حکومت بقا ایستاد باید 10 سال دیگر همون ژورنالیست‌ها رو عمرشان پس زندان میبینم. بله من باور دارم من باور دارم که در همین تاجیکستان همین 2-3 سال نزدیک باور دارم به همین حالت رواد عبدالله راهنما ترمه میشد، شیرعلی رضاییان ترمه میشد، باوری دارم. چون که اینها به هیچ یک صابون خودشان رو شسته در نزد حکومت پاک کرده نمیتوانند. همین شیرعلی رضاییان بچه بسیار خوب است، تحلیل هاش من میخونم، کمتر دیگر مشهورتر شود، الکی حسادت حکومت بلند میشود، هرچند خودش خیلی احتیاطکار است، این احتیاطکاریش ره نمیتید، هیچی فایدهش ندارد، حتما همین در ترمه رفته میگذد چون که نوبتش اومده ایستاد است. همین عبدالله راهنما بود که زید سیدوف کمکش کرده بود، مکتب پوشیده بود، مکتبی راهنما. محمد سعید عبیدالله با فرمان همین امام علی رحمان زده کشیده گرفت مکتبی پوشیدگیشه، الکش شده برفت عبدالله راهنما، هم در جوبرو غیلده بو کرده خود میره وایلو گفته. بو همین زید سیدی بیچاره دستگیری کشش کرد، بو از نو همین براه مکتبش رو براه موند. یادم هست میدونید سالهای چند بود، سال 2010 بود به فکرم یا 2011 بود، عبدالله راهنما اشت رفته بود. حالا بسیار هم کوشش میکردیم که این گپ ها رو نگوییم، مالش همین بچه ضرر نبینه، همین آدم ضرر نبینه، لیکن میبینی که او پروا ندارد، یک جمعیت رو میخواد به تمام وجودش سیاه نشان دهد، فقط خودش امنیتش باشه شد. این خیلی آدم احتیاط کردن به فکرم از روی انصاف نیست، برای خاطر احتیاط یک آدم همه را قربان کردن درست نیست. من به همین خلاصه اومدم که این آدم به یگان احتیاط سزاوار نیست. به نوحه 8 رفتگی بود. من یک کتاب درباره مسجدها نوشتنی هستم، مسجدهای تاجیکستان. من یک کتاب درباره علماهای تاجیکستان نوشتنی هستم. چند نزد علماها بردیم، چند مسجدها رو برده نشون دادیم. یگان گرم محبت مهر به همین حکومت نداشت. از زمین تا به آسمان نفرتش بود به همین حکومت همین روزه. همین عبدالله راهنما است که مثلا کتابش برده بود، ما تقسیم کرده بودیم، ما فروخته پول کتابش داده بودیم، دو تا کتابش برده بود، دروغ گوید براید. به همین نهضتی ها، به همین نهضتی ها تکیه کرده کتابش برده بود، همین نهضتی ها خدمتش کرده بود. امروز دولت محوری گفته گشته است. حالا نوبت میباید تو جیم ایستاده ای همین یعنی تحلیل هایت استراتژی استفاده شده ایستاده است تو که همین 1 سال 2 سال دیگه همین از این گپات او و گپای گفتگی در کتاب هایت همین در قیدشون ایستاده است. همین نهضت تو لاف زدگی بودی، چون که در گرد اطراف نهضت بودی که سید عبدالله نوری لاف میزدی، کبیری لاف میزدی و حزب دینی لاف میزدی. همین در همین آرخیو اینها ایستاده است. یگان صابون ته شسته تازه کرده نمیتونه. تو به خاطر امنیت خودت بتونی یک قشر بزرگ جامعه سیاه کنی. اینها هیچ کس نیستن. تو فقط تو آدمی در کوچه گلیده میموندی، زای سید گرفت آدمت کرد، مکتبت شده داد، یک کلمه درباره حقتون انصافت خواه خورد توی عالم نشته میرازی روزت. امروز تو استراتژی، تو ادبیات دستوری در یک مرکزی ادبی کار میکنی، صدایت نمیبرد همچون سیاست شناس، نامزد علوم سیاست شناسی، همچون سیاست شناس نظری نداره که این همین یک به یک ژورنالیستای برده محکم کردن چی نتیجه میتید. برادر شیرعلی رضاییان، قسم میخورم من مخلص شما هستم، به همین نوشتهاتون به تحلیلاتون یگان پرابلم نداره، لیکن وقتی همه شما تعریف نکنید خاموش هستید خیلی علمی آدم میکنن. بفرمایید سلمان.
من بگم تعریف نکنید با اینا همکاری کرده است. نه حقانی من احترامش میکنم. نسبت عبدالله راهنما شیرالی رضاییان چی نیست؟ این خیلی یک بار این پله بگرد یک بار اون پله بگرد نه. همین دنگال میگوید که من با شما نیستم. من چند بار مثلا خواهش کردم که شاید درو نشناسد. چند بار من خواهش کردم که یکم در برنامه گپ زدم نظر خود رو بگو. نمیگم. اورتایو نمیگم. گپ نمیزنم در برنامه. چیکار داری؟ ملدیس؟ یک رو آدمی. یکم مشکل ندارم. گپ دنگال میزند. یعنی آشکار میگوید. حالا مثال خیلی از موضوع هم دور نرویم، موضوع همین ژورنالیستا گیریم. حالا ما اینجا گفتنی هستم که با ژورنالیستان تاجیکستان حالی که در داخل هستم، آنها دیده ایستادن هم کسب خودشون کدام راه کجا شده ایستادن. بله. من همین نگاه میکنیم درباره قضیه دلیر امام علی. یک بار به نویستن همه کسا مکتوب کردن که ما همی خیل پگاش به دو تا سه تا سرمحرر برآمده گفت که فکر ما است، فکر مجله یا روزنامه ما نیست. اگر خطا نکنم تاجیکستان و دیگرش دویمش که از SSR بود نه؟ بله یکیش SSR بود. بله. خلاص اول با همه کسا گفتن که ها مثال طلب آزادی از دلیر صدا بلند کردن. پگاش با تریزری شدن با فکرم که یکی از گپشون گشتم. زرد خود زدن که نه ما خطا کردیم، یعنی این فکری ما بود، فکری گازت ما نبود. گویا که با همین راه اینا خودشون چی کردن؟ سفید کردن. یعنی از همون دفاعی دلیر امام علی اون خطا گویا که اون کاری که پیشتر دو روز پیش کردن خطاگی بود، با این کارشون گویا خطاگیشون رو شدن. نه همون کاری کردید شما بس است تا بعد از یک چند وقت شما الگوی در همون کروچاکید. اگرچه در خدمت همین حکومت هستید، با همون کارتون شما در کروچاک هستید. بله. بله درست است. همینجا بمونید. سلمان همینجا بمونید. من همین اما همینجا هستیم. بله. همین یامیبی رو شنویم که چی گفتنی هستن، بسیار انتظار شدن. بعد محمد تقوی‌زاده اینجا وارد شده هستن. همینجا بمونید ان شاء الله باز صحبت رو ادامه میدیم. یامیبی گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که صحت و سلامت هستید. درباره دلیر امام علی گپ زدید. من حقیقت رو گپ میزنم. من گپی ایخ کوچگی ندارم. حقیقت گپ میزنم. مرد باید گپی مردانوار گپ زند. یکم 9 مای بود، در درون اتوبوس در اومد. وقت از طرفداری بلاروس بود در درون اتوبوس، از روسیه بود، از قزاقستان بود، ارمنستان بود، از دولت ها بودن در درون اتوبوس. در اومد سوال داده شما کجا میرین؟ ما جواب دادیم ما زبان تاجیکی گپ زدیم، یادبود میرین. بعد استاد گفت شما چه یادبود میرین که روسیه اوکراینا؟ در اینجا این مرد و روسیه اوکراینا چیکار داده؟ یه تاجیکستان هست، در جنگ بزرگ وطنی مثل نه اونجا شما نادرست برادر اونجا شما نادرست فهمیدید. من این رو تماشا کرده بودم. اونجا او اظهار نگرانی از اون کرد که مثلا گریم از قهرمانانی که در همون جنگ بزرگ وطنی شرکت کرده هستن یگان فیلم هست یا نیست یگان تاجیک نمیدوند. این یک. دویم به زبان تاجیکی همون سرودی که اولین مراتبه بعد غلبه سروده شد یگان کس در همونجا ندونست. همین چیز او پرسید واقعا باعث نگرانی بود. همچون ژورنالیست چیزی که او پرسید یک چیز نو بود واقعا. در یگان بار من 43 ساله باشم یگان بار در حیاتم در هم جنگ بزرگ وطنی همون سرود اولین مثلا گریم که مثلا با زبان تاجیکی سروده شده است درباره غلبه سروده شده است نمیدونستم. دلیر امام علی این چیز رو کشید. حتی همونجا چندین قهرمانای و وترن‌های جنگ و دیگه نفران مدالدار و منصبدار هم نمیدونستم. گپ در سر این یگان نفر هم به زبان روسی در داخل تاجیکستان مثال گریم چه رفته ایستاده است
همون 9 مای تجلیل شده است از این غلبه تجلیل شده است. در داخل تاجیکستان نفرانی که در اونجا شرکت کرده شدن یک سرودی تاجیکی سراییده نمیتوانند. انا اون نگرانیش واقعا درست بود. انا که نگرانی من از دیگر طرف است. نگرانی من از آن طرف است که این خلق، این مردم افسوس چی گناه دارد؟ تو رفت او وقتی که کسی که در دوره سیوز کار کردگی در داخل اتوبوس بودگی شخصو اکثرتش سیوز دیدگی، قوش سیوز خوردگی، نون سیوز خوردگی، مکتبی سیوز دیدگی بود اکثرتش. و الان کارگر برادر عزیز، من از شما خواهش میکنم موضوع دیگه جو نبریم، همون نوار دلیر امام علی رو یک بار دیگر تماشا کنید، حتما درک خواهید کرد. محمد تقوی‌زاده بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه سوده دکه شاقه جان. زنده باشید. تشکر. بفرمایید. گپ ها و صحبت رفیستاده است. همین سلمان سلطانزاده چند گپ ها گفتن گوش کرده؟ نه من نفت در اومدم 5 مینوت. همین رو بررسی کرده ایستادیم، بسیار جالب بود درباره همین، یعنی بعضی از گفته های برادر سلمان جالب بود. از اونی که همین قشری، همین ژورنالیستی و قشری آسیب پذیر جامعه هستند واقعا. همین جامعه عدالت و انصاف روزنامه‌نگارها مثل یک لخشه در دست گرفته می‌بیایند، لخشه را پرتایند، همون خاکستر میشود، خاموش میشود. در دست داشته ایستند اگر دستشان میسوزد. همین روزنامه‌نگارای من روزنامه‌نگارا در جهان در همین حالت هستند. بقیه جز این کشورهای دموکراتیک کم در همین کشورها هم می‌بینم که همین حالت‌های در تاجیکستان بودگی کم هستند و به این درجه نیستند. لیکن در تاجیکستان به طور وحشیانه انسان شکار میشود. عجایباتش همین است. نه قانون نظارت میشد، نه یک چیز دیگر. در همین باره صحبت داشتیم. و باقی مانده ژورنالیستا اون بیچاره ها هیچگاه برآمده حق اونها یا طلب کردن نمیتونن. کسانی که حبس شدن که بله باید مردمی خارج تاجیکستان روند، حداقل 1 میلیون 1.5 میلیون باید تاجیکستان روند، بعد دلی اون باقی مانده گرم میشود. اونا برای هم با میبرد 20 کسی کسی زندان میکنه. و یک چیز دیگه فراموش نکنید که حاضی شکاری تاجیکا رفته است تاجیکستان. با همه کسی تاجیک است، کسی برای حق و حقوق خودش طلب میکنه، رحمان رو میبره محکم میکنه. بله باید ما اکنون برگردیم. همه روز 10 نفر من به تلفن میکنم میگن که همه یوریش هم سر و کلی همین های خورد و دلارش هم یک کف خاکی وطن مگه تاجیکستان از میلیون ها یورو بالا میگوید. اینجا من آمدم اکای شفقت، من خیال کردم این مردمی که گریخته اینجا آمدگن همه میخوان که این ظالمای یک باره کنن. همه میگه زن و فرزند و تمام خیش تبار فریاد کرده آوردگی مبارزه با یگان کس اهمیت ندارد. بسیار آدم ها سیاسی گرفتگی میگن فقط از پس زندگی. باید این مردم هم شرم کنند، باید برن مبارزه برن. حداقل همون پولی که میگیرین از جانب حکومت همون گوجه‌ای که پناهندگی گرفتین لیش نما اتکاس کردم. من گفتم لازم نیست، من دست پام هست انشالله کار میکنم. هوا حلال کنیم برای مبارزه بریم. بله همین پیش باید مردم تاجیکستان برگردن. با همه خاطر پول اگر در بدری خاک بسری باشه این زندگی معنی ندارد. پدر و مادر تاجیکستان با فرزندای بیچاره ادمی پول سرگردان، اگر خدا نشانه ده پدر یا مادر این عالم پدرود گویم میبرن بیگانه ها گر میکنن و تنه میزنن که ما بردیم و چطور گر کردیم تو گرمانیا پاسو بیا میگرفتی. گفتم مثالی که باید اکنون میان محکم بندن تاجیکایو
فراموش کنن خواب رفتن بله و وطن خلاص کنن مکه شب کردیم که نمیشه. گپ حلالش همین واقعا یکم چی میگن خوله بیغمی رو یک طرف گذاشته. بله بله حتما این مسئله رو دیده برمودن لازم است. همین خاطر من خواهش میکنم مردم شریف تاجیک با 30 سال بازار رفته اومدستان یکم مراد حاصل نیست. فقط دو خانه شکلافکا کردین یک آب گرفتین دیگه زندگیتون پیش نیست. اگر خواهین که نسلی همین آینده فرزنداتون رنگ خودتون در بدن نشوند باید ما وطن ما آزاد کنیم از اینجا برادر محمد من یک مبارز گفتگی برادر رو هم وارد کردم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. به شما به این برادر مبارز به برادر سلمان یک سوال دارم. در تاجیکستان شرایط همین خیر شد که همون رسانه‌دارها چند رسانه‌دار داریم. رسانه‌دارها خلاصه‌شون این شده است یا که به این حالتشون گویم اگر شاید خلاصه‌شون این نباشد درون دلشون شاید دیگر باشد حالتشون این خیر شده است که عقلا جیم نمی ایستن. در همین حالت عقلا ضد همین همکارت گپ نزن. همین دردی که او حاضر کشیده ایستاده است یک روز بعد یا دو روز بعد یا 10 روز بعد یا یک سال بعد در پوست استخوان تو احساس کرده می شود. این فقط تو با همین شد امین نمیمونی. چند نفر چاپلوسی کردن لگن برداری کردن رها نیافتند آخر دیگه این حکومت با یگان کس دوستی نکرد با تو هم نمیکند. همین چیزه باید از همه بیشتر همین ها بدونن. لیکن میبینی که همین ها بو میخیزن دلیل رو مخم کرد باب کرد خوب کرد. عبدالله غربتی عیب خودش بود مثلا گریم انا رنگ من مثلا گیم زاوقی بیک سعید مینی گفتم پرمیابد زودم لیکن این نگرانی من فرق میکنه. من فکرم این بود که اینها عبدالله غربتی دلیل امام علی رو بردمی برادر زاوقی بیک سعید مینی برادر پرمیابد زوده حالا نمیکردن اخیر دیده استودین شرایط رو. لیکن فکری من این است. لیکن این برادرها بیملال همین برده است خوب کرده است این خیلی کرده است اون خیلی کرده است همین خیلی صداها برآمده شده است به سبب شما. اینا چی هستن؟ یعنی تمام وجدان فروخته خوردگی یا اینکه شرایطشون به همین راست اومدگی به فکر شما چی شده است؟ ما رو چی شده که تا این حد بی‌پروا میلش لیکن باز هم هیزم کشی این گونه آتش ها هستیم. این گونه آتش های ظلم هستیم. سلمان حالا ژورنالیستانی که در داخل هستن آنهایی که خاموش هستن آنها رو فهمیده میشوند. یعنی آنها دیگر بهترین کارشون همون خاموشی هستن. خاموشی یعنی با کدام موضوعی که فرضاً یعنی سیاه نکردن سیاه نمیکنن هم کسب خودش رو یک نفر سیاستمدار داره دیگر رو سیاه نمیکنن. این همین خودش یک دولت است دیگه وضعیت ما فهمو. لیکن اون ژورنالیستانی که دیگر رو ژورنالیست هم گفتم مشکل است سامانه‌دار فرق ندارد یا همون کارمندان تلویزیون رادیو که برآمد میکنن همون نفری که در تلویزیون برآمده دلیل رو سیاه میکند یا زاوقی بیگ رو سیاه میکند یا دیگر ژورنالیستی الفت خانم رو سیاه میکند همونها باید درک کنن که همه آدم هم کسب خودش است. یعنی اینجا نظری من این خیلی هست که اون نفرهایی که با خاموش میستن نسبت به قضیه همین قضیه ژورنالیستان آنها کاری بهتر میکنن که همین سیاه نمیکنن و اکنون دفاع کردنش خیلی میفهمیم برای دفاع کردن از خودگذشتگی کردن در کار. اما وقتی که سیاه میکنی اینجا یک چی معلوم میشه معلوم میشه که تو ژورنالیست نیستی تو ژورنالیست نیست بلکه تو یک در همون آدمی که همین همکاسب سیاه میکنه او در خدمت مقامات است در همین در وزارت کارهای داخلی باشد تا امنیت باشد خواهیم نخواهیم آن ژورنالیست ها رو نظارت میکند با آنها موضوع میتهد. یعنی بعضی خبرها رو میبینیم که خبر
پیش از آن که در نهاد رسمی یک در دفتر رسمیش خبر رسمی نشر کند، آن سامانه ها آن خبرهای مقامات و امنیت رو نشر میکنن، یعنی معلوم میشه که در خدمت آنها هستند. و امروز آمدن همصف خودشان همکسب خودشان رو با سیاه میکنن، با چخورتر میکنن، سختتر بالاشان شطه میزنن که چخورتر مثال در زندان رود. این همون خودشان باختن دیگر پورا در خدمت. شاید او زبانی هم داشته باشن، لیتنانت است، نمیدونم پالکونیک است. حالا در جای خانه امرالله نظام برادرم همدانپور است کی است، یک نفر گفته پالکونیک همدانپور گفته. من گفتم خب واقعا همین خیلی باشد در کار آشکار میدن مردک در درون سیستم گشته است، خوب میدونید بجای چی گپ است. برای همین اکثر آن سرمحررایی که با حرف حکومت رو میگویند، آنها همون پالکونیک و پالکونیکای امنیت هستند. اگرچه روزنامه‌نگار نام دارند اما در خدمت حکومت هستند، در خدمت رژیم هستند. همه آنها دستیه‌های کامپرومیت خودشون دارند در دست حکومت، در دست مقامات. آنها که کامپرومیت یعنی یک دستیه سیاه دارند و اگر حرف زیادی گفتن از پاش میآویزد حکومت. دیگر تمام او یک غلام خلق برداشت رژیم است. برای همین تمام با همون سامانه‌اش، با گروه کاریش، با روزنامه‌اش حرکت میکند که حرف مقامات رو گوید، نگوید دیگر تمام برافت بیام. همین است فکرم. محمد شما چی نظر دارید برادر؟ نظر ما همین که آقای شفقت جان باید احتیاط شوند. همون ژورنالیستایی که در حقیقت دلشون میسوزد برای مردم تاجیک، برای ژورنالیستایی که بازداشت شدن، آنها باید جدی احتیاط شوند. همون هم کسب و هم کارشون بکی آنها میتوانند آنها هم پسی پنجره برند. فقط دعا کنن انشالله، امید داریم همش خوب میشود. بعد اینجا یک چیز دیگر هست که نه اینکه این تنها بین ژورنالیست ها با، ولی بین خودمون هم بسیار انسان ها هستند که نمیخواهند مبارزه پیش رود. بله. اکثریت مخالفین میدونن این انسان ها رو، نه که نمیدونم برای چی نمیگویند، برای چی آشکار گپ نمیزنن، یا میترسن ها. رحمان رو نترسیدی، یتیم رو نترسیدی، رمضان رحیم رو نترسیدی، همکسب خودت به چرا میترسی؟ باید اعلام کنی، باید مردم جلب کنی که احتیاط باشن. همین خاطر همه طرفه باید انشالله احتیاط شویم. امید داریم خداوند بکی پیروزی نزدیک است. که شفقت جان همون مردم شریلانکا بینید، همون رو جرأت و غیرتشون نخواه اما بالا باشد. من انشالله امید دارم که روز ساعت دور نیست که رنگ مردم شریلانکا، تمام مردم تاجیک بیرق آزادی را بردارد. خدا نگهبان تا که شفقت در امان الله. زنده باشید، در امان خدا باشید. حق بفرمایید. سلامت باشید. سلام علیکم. حالا معذرت میخواهم، حق همینجا با ملش مبارش. من حق بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. ببخشید اکا، ما یک سوال داشتم، امروز گفتم اکا از همه حکمتی ما را گوش میکنم، با فکرم همه دادیلم نمونه بگم. همه ایما دامه دروی همه چاتش میگن، چیش میگن، همون دامه دروی اکا چه باز نمی ژورنالیستا را می قپان حق گپ میزنن. اوج دا بروماده هر چیزو کدستن آدمای افغان گفتن دخترای تاجیکا که ختون لیچ روی کنن، ماش مودا سوم روی میکنن وایس ملت پاس میزنن. چه با هم را نمی قپان اگه در تاجیکستان همین کارو شدیست. درم ایما دا چات دامه دروی چون پیغمبر گرفتن خداشون خدا گرفتن، چه با او را نمی قپان. ژورنالیستا وقتی حق گپ میزنن او را می قپان. برای اون که در من جواب کیم؟ بله بفرمایید. سلام علیکم برادر. امروز همین مقصد حکومت خودمون برادر، مقصد حکومت داره خودمون و حکومت دار نیو، اونا یک بند دوز غارتگر سر حکومت آمده که من اون حکومت دارم نمیگویم.
اكو همه خیلی فهمو کنیم بگم مقصد اینوش من همین فاحشه کردن لوچ کردن زن و خواهر و مادر من تو مقصد اینو همین اینو انا این تاب دل همینا میشه چقدر که دختر تاجیک فاحشه شد در روسیه فهمیدم که فاحشه خواستن آخه نمیخزن همون را پیشگیری نه حکومت خودش پیشگیری بکنه اگه ممکنه باز میگن که چرا طلاق بسیار شده است و مقصد نکاح کم شده است یا خیلی همون را گوش میکنه نه عروس گوش میکنه نه اوسش میکشه اینجا جای سم کورکنی بودای او خیلی نیارا محکم کنه بگیم خیلی ما حکومت داریم نه سوام دلی او حکومت نیست حکومت کی میگود کسی که میگود که در تاجیکستان حکومت هست باید خطا میکنه یا نمیتونه از ما حکومت دا گفته که نمیتونه ما در همه شما که گفته هستم مرا پلیبامو گوش کیسه همه حکومتیو اگر گوش کیسه باشن همون را ایبای بگیرن یک نفر گوش کنیم چی میگفته باشه الو حکومت در تاجیکستان نیست کی میگود حکومت هست و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید گپ زنید اکا شرخت مو در پخش مستقیمه بله ما اکا همی بسیار نه وروی شما تماشا میکنیم بسیار پایگیری میکنیم نه وروی همی یک کسی نیست که روح انقلاب یوه بله واقعا درست ایمو یک گفتم اکا همی اکا این با فهمایش خودم با همین چیزای خودم بگم کده همین مردمی که مثال چی مهاجران چی دیگران همین همه چیزا ایدست دادگی نکرد مقصد که برای انقلاب کردن یک راه میگم اگر همین چیزا ما در یکم شبکه‌های اجتماعی ندیدم نفهمیدم نشنیدم یگانه راهش همینه که اگر تمام مردم تاجیکستان با اویله‌های خود با فرزندهای خود با انقلاب برویم اگر فکر میکنم که بود مردم میشود انشاءالله این همین چیزا گفتن میکنم زنده باشید سلامت باشید تشکر زیاد سلامت باشید برادر مبارز شما چیزی گفتنی بودید بفرمایید چون که وقتی مو هم با من برادر وای کرده اینکه تو دمی که من همین خلق تاجیک هم مردم تاجیکستان اپشتی من همین سوم اپشتی پول اپشتی نون اپشتی زندگی خوب میده و تو اون طرفش تو امریکا تو روسیه تو کجای نباشد همه کجا یک جای کار پیدا شد اینو میروند تو همین دم که همینجا میروند هیچی نمیشه در تاجیکستان ناموس کنن و مثال برگردن و همه برگردن یک دولت تشکیل کنیم تغییرات بیاریم این گپ دیگه نه که من اینجا آمدیم زندگی خوب پیسه گرفته گشتیم چیکار کردم تو دو بیچاره در تاجیکستان هیچ کار کردم اکا میبخشی اکا گپی خودت حق از حکومت نیست در تاجیکستان یگان قانونی هم نیست خمون اکا میدونین چی خیلیش دستیم و چی خیلی گلکت گریه میکنه میگوی بچه هم خب که ککد میتونم موزی هم خیلی میشوه اقورت میکنیم چی لیکن یگان کس جرات خیستن نمیکنه ایمان ایمانیم کی میخیزه این گپ راست بعد یک خوشبخت خلق تاجیک همین که خلق تاجیک حال ایمان داره دلیر اومالی را بردن خیلی اقلا همون آدمایی دا که کمک کردن چی با همون نمیخیزه خونهاشون دستاشون گرفتنی بودک بخیزن بروان اقلا زنکاتون بخیزن زنکاتون بخیزن مردتون مایلشونه برادر عزت همون کسی خودش میلیون روبل صرف کرد کسی خودش باید اون پولی که مهاجرا ما تقسیم جمع میکردیم و گپ دیگه بود کسی خودش میلیون تقسیم کرد بردن همه‌شون این تاجیک ما یه مطال داره که میگه مرده کهنه شید اگه عزت همون فراموش کرده اینه حاضرنش ولی هفته نشیده عزت همون چیزا نمیخیزه لعنت که عزت مقصد فراموشش کردن نکرد دیگه نشاتی و پریده چه نرفته است وزن دلیر اومالی ده که گفتی گپا که در عین جوشی شد چی با نمیخیزن مردم یه هفته بسیش هم فراموش میکنن با هم کسی دیگه
همش یک کس نابود کردن میگیرن. خلق تاجیک دور نشنیم گپ میزنیم تمام. گوش کن برادر، خلق تاجیک یک خیل شده. من یک خیل میفهمم خلق تاجیک. یک رمی گوسپند شده که بزو گوسپند بزو خا انیخ وای کی انا بزو گوسپند اوسان را دا بردن لباس میبریشه یک آدم کارکور. انا همین مثال کسی که ترمه میشه زندان میشینه یا میکشه نشه یا چیز میکنه، همین چوپان مثال همین مثال همون راهبرایی که همین دزدایی که رهبر شدگی اونا چوپان همین کسی که خواهن گرفته کشته زندان کرده بدتر به دلشون رفته استاده. این خلق گام نمیزنه. مثال وقتی که حاجی مرزا میگفت که این پادشاه سایه خدا انا خلق ختم سال دیگه خلق ختم یک چیز یک خوبیش که اعتقاد دارد ایمان دارد. بعد گپ یک و مولای چیزا گوش میکنه. من پشت حاجی مرزا رفتم من امروز آورد حاجی مرزا هم تگ پای اینا پرتاف انا گویا چند هم مولای تاجیکستان همش چاپلوس شدگی آورد پرتاف. من یک بار دیگه ایمو حکومتیو اگر کمتر طرز داشته باشن، کمتر اگر ناموس داشته باشن، حکومتیو همین KGB همین کارگنای ارگان همین ایما را کمتر ببینین. خواهرا و اپا و اوچاتان لیچ گشته هستند در بین دیگرو بقپین برین سود چون کنین. چم آدمای خوب برده محکم کرده سن حق گفتن برین فوشها را محکم کنین که بگم حکومت داریم و فخر کنیم که حکومت داریم. مشکل برادر این گپا دانا نمیرسن. دوستان عزیز به ما اشاره شده است که وقتی ما علاقه تمام این گپا دانا ما آخر سخنم بگویم برادر شوکت این گپا دانا کم میرسه چون که اینترنت نیست. فرصت میدم آخر سخن گپ زنید. این گپا دانا نمیرسه. تو مولای تاجیکستان همیشه حاجی مرزا سر کرده اون طرف تمامش KGB گپ اون تو دمی که من آخران سخنم گویم تو دمی که ما سخن حاجی مرزا گوش میکنیم ما هیچ وقت پیش نمیرویم. ملاهاش قطعی همه مولای تاجیکستان سخنش گوش میکنیم پیش نمیرویم. ما باید راه آزادی خودمون پیش بریم. من یک تنمته من برادرای مخالف قطعی من اینا گوش کرده با گپ اینا رفته. ما باید با گپ اینا رویم، با گپ حاجی مرزا اینا نرویم. دولتمون خودمون پیش بریم. تمام دیگه یگون راه نداریم. سلامت باشید. حق بفرمایید. آخر سخن. سلامت باشید. ما برای همین اوزی اگه ما گفتی گپا حکومتی ها دا گپ زده خیلی براز گپ زنی تروریست میبرورن اکستریمیست میبرورن برای هم ما میدانیم که گوش کرده استیان همشون شیشته سرجمانه گوش کرده استیان خاص از برای خدا همو ایمو دا کمتر بدروین همه تاجیکای افغانا گفته استیان که صورت لیشت ما در روی کن نمیدونم نمی چند او با پدرکه روی میکده دا سون میشیده بوده با گشته تاجیکا را پس زده استیان که شما کافیرین دختراتان ما دا صورت لیچ روی میکنه. ای مسلمان آخه برده و مردکا را سود میکنین او چکا کرد حق گفته آخه بر اینای فویشا را محکم کنین ما راضیم. اگر خواهر اکای ما هم باشه ما راضیم. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. تشکر به این برادرانی که وقتی قیمتی خود را دریغ نداشته با ما بودند صحبت کردند. تشکر به همه شما به یکایی که شما تماشابینان عزیز که طول این 2 ساعت ما را گوش کردید ما را تماشا کردید و بعضیتون نظرهای خودتون را گفتید. بار آخر در این برنامه امروزه از یکایی که شما در آخر برنامه خواهش میکنم که اگر به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شده نیستید لطفاً آبونه شوید. تگمه آبونه شدن را پخش کنید. اگر تگمه لایک را پخش نکردید خواهش میکنم در آخر تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه نوار به تاپ براید و دیگران شما که بهره بردید بخیلگی نکنید دیگر هم بهره برند و هرچی بیشتر این صحبت من و شما را که تماشا کردیم و گوش کردیم و گپ زدیم دیگران هم بشنوند. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. با امید فردای خوب و نیکی تاجیکستان یکایک شما را به الله میسپارم. با ما باشید. برنامه های دیگری ما را در پیام تیوی پیگیری کنید.